سلام، به قسمت 11 از فصل 4 پادکست گیکس روش خوش اومدید. ما یه غیبت نسبتا طولانی داشتیم که دلیلش همین بود که بنده سفری داشتم و برای همون دم و دستگاه و تجهیزات نبود بتونیم ما پادکست رو ضبط کنیم، ولی دوباره برگشتیم. ما قرار کلی محتوا و فیلم های جدید، بازی های جدید که اومده رو نقد بکنیم، نگاهی بندازیم بهشون. پس با ما همراه باشید که این چند هفته کلی کار داریم. تو این اپیزود هم قراره که اول مثل همیشه بخش اخبار رو داشته باشیم، بعدش هم به نقد و بررسی فیلم میشن امپاسیبل 7 و فیلم جدید کریستوفر نولان اوپنهایمر بپردازیم و در آخر هم یه بحثی خواهیم داشت در مورد این که جلوه های بصری CGI و میدانی چه تفاوتهایی دارن و این که مثلا نولان و افراد مثل تام کروز روی جلوه های میدانی خیلی تمرکز دارن چرا، و در مورد این یه صحبتی خواهیم داشت. فعلا ما بخش اخبار شروع میکنیم. علی جانی سلامی بکن و بگو چه خبر داری برامون. عرض ادب خدمت شما. برای بچه‌ها ما نبودیم ولی الان دیگه هستیم. همیشه اینجوری هستیم، اول نیستیم بعد هست میشیم بعد دوباره نیست میشیم. اصلا زندگی همینه. عجب چیزی گفت. خیلی خوشحالم که برگشتیم. و اخبار به نام خدا دیزنی اصلا نمیشه که ما 3 هفته 4 هفته نباشیم و دیزنی بدون حاشیه اونجا کار خوش انجام بده. اگه اینجوری بود که دنیا گلستان بود که نمیشد که. به همین دلیل خیلی اتفاقات مختلفی در این چند هفته در دیزنی افتاد. دیزنی جدیدترین فیلمش یعنی فیلم مارولز رو اکران کرد. این فیلم با بودجه نزدیک 273 میلیون دلار یکی فکر کنم سومین یا پنجمین فیلم پرهزینه، فکر کنم پنجمی، سومی نه ولی پنجمین فیلم پرهزینه تاریخ MCU و تا به این لحظه ظرف نزدیک یکی دو روزی که اکران شده و هنوز به آخر هفته نرسیده. این آخر هفته تازه مثلا ما که داریم صحبت میکنیم اولین روزهای اولین ساعتهای فروش آخر هفتهشه و متاسفانه فروش فیلم مارولز تا به این لحظه از اون 270 خورده میلیون در حد 21 میلیون در این آخر هفته، در یک روز آخر هفتهش 21 میلیون و نیم فروش داشته. به صورت کلی 6 میلیونش مال آخر هفته بوده، کل بقیهش هم مال اون 2 روز اکرانش بوده. و اینجور که بوش میاد این هم شکست تجاری میشه، چون هم منتقدا بهش امتیاز پایینی دادن، 5 از 10 دادن، هم مردم تو سایت های مختلف امتیازهای پایینی دادن. فیلم هم بسیار پرحاشیه بود. بری لارسون که نقش میس مارول داره مشکل داشت با هم بازیاش، دعوا داشتن، مثل داستانه که دوین جانسون با بازیگر دومینیک توی فست اند فیوریس با اون با هم مشکل داشت. وین دیزل. من اصلا چرا اینا یادم میره؟ مثلا وین دیزل من خودم خوشم میاد. مثلا مثل مشکل راک و وین دیزل که با هم آبشون توی جوب نمیرفتن تو خیلی از صحنه‌ها، حتی میگفتن اگه این باشه من دیگه تو صحنه بازی نمیکنم. اینا همینجور مسخره بازی‌ها داشتن. بابا یه فیلم مارولی اینقدر چی خودت ناز میکنی؟ آل پاچینو، رابرت دنیرو نیستی که جایگاه خودتو بدون مرتبه. گفتم رابرت دنیرو، تازه رابرت دنیرو هم مجبور شد 1.5 میلیون دلار خسارت بده به منشی خودش به خاطر اینکه استودیوش باش بد رفتاری میکرده. 2 دقیقه نبودیم هالیوود و آتیش داشت میگیره. خلاصه که این فیلم مارولز هم اینجوری بود داستانش و با اون همه حاشیه و با اون همه ادیتی که حتی تو اکران اولیه هم ناموفق بود، دیزنی اومد کلی جاهاشو دوباره برید و دوباره ویدیو گرفت و دوباره کارگردانی کرد و دوباره ریشات به اصطلاح کرد، دوباره ویدیو گرفت انگار میخواد آیتم یوتیوب درست کنه، دوباره ریشات کرد و اینا. خیلی خلاصه داستان داشت و نکته مثبت داستان اینه که مارول به خودش اومده، چون در همین هفته خبر اعلام شد که فیلم ددپول 3 تنها اثر MCU خواهد بود که در سال 2024 اکران میشه. این خیلی خبر مهمیه دوستان. شما یادتون باشه که مارول هر 3-4 ماه یه فیلم حداقل به حلق مردم فرو میکرد در طول سال. یعنی شما 1 سال فقط یه فیلم MCU داشته باشی، ببین آب چقدر قطعه توی مارول، تو استودیوهای مارول. چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه این خبرهای اعلام رسمی شرکت نیستن، بلکه اخباریه که به اصطلاح میگن اینسایدرها، یعنی کسایی که کار میکنن و اخبار لو رفته، بذار اینجوری بهتون بگم، اطلاعات لو رفته توسط افراد مختلف و ناشناس از شرکت، میگه که دلیلش اینه که
بسیاری از آثارش رو مارول اومده و داره دوباره بازسازی میکنه، داره از مثلا داستان رو تغییر میده. نمونهش سریال دردویل بورن اگین بود که کل تیم تولید کننده رو مارول لگن با مخلفان همه رو انداخت بیرون، گفت این چه داستانیه نوشتید که مثلا توی داستانتون به جای اینکه میگفت مثلا ما تا اپیزود 5 4 داستانو که مثلا بیرفت جلو ما دردویل رو نمیدیدیم تو لباس دردویل، فقط مت مرداک بود. بعد مینا گفته بودن داداش ما رو اسکل کردی، این چه حماقتیه که مثلا این چه داستانی نوشتی مرد بومه، تو میگه فکر کنم سوپرمن درست بکنی تا اپیزود 4 سوپرمن رو نبینی. این چه سگ زندگی هست. و واسه همین این اومدن خیلی چیزا رو عوض کردن تو سریال. فیلم بلید هم که قرار بود 2024 بیاد رفت 2025 از این موارد بود. گفتن آقا داستان بلید قرار بود روی دخترش متمرکز بشه به جای خودش، به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم که دوباره اینو بازسازی بکنیم، تمرکز بکنیم رو خود بلید. ها مرد حسابی تو هنوز بلید رو تو MCU خودت معرفی نکردی، یعنی آخرین فیلم بلید که اومده برای 10 سال پیشه. بلید ترینیتی با بازی وسلی اسنایپس بوده. شما بعدن اومدی میخوای مرده رو تازه معرفی بکنی تو MCU، بازم میخوای بذاریش با حاشیه تمرکز بکنی رو دختر بلید. دختر بلید نمندی. بعد گفتن آقا مثلا کاپیتان آمریکای جدید که قراره به اصطلاح اسم کاراکترشو نمیدونم چون من سریالشو نگاه نکردم، ولی یه بنده خدایی هست که بالا آهنی داره. هاک آی نیست ولی یه چیزی فالکون چی فالکون یه چیزی فالکون یه چیزی دیگه از اینجوریه بنده خدا که یادمه تو MCU تو فیلم های کاپیتان آمریکا این رفیق تمرینی کاپیتان آمریکا بود. کاپیتان آمریکا 50 دور زمین رو میدوید، این پسر سیاه‌پوست بود داشت همچنان میدوید. این شده کاپیتان آمریکای جدید و گفتن اونم فیلمش به خاطر داستان ضعیف و مشکلاتی که داشته داره ریشات میشه و خلاصه که دیزنی داره همه چی رو از نو دوباره مینویسه و این نکته مثبتیه. اسمش ان ویلسون بود، ببخشید. ان ویلسون، آقای ان. این آقای ان سم ویلسون ببخشید عذرخواهی میکنم که من اسمشون رو بد تلفظ کردم. من تقصیر نه، اسم به خدا اینا اسمشون رو میذارن ان، من قصد توهین نداشتم. سم ویلسون، آقای سم ویلسون. آقای سم مثلا این داستانش هم میگن که اینم داره بازنویسی میشه، دستن در کارانش عوض میشه و خلاصه اینجور داستان ها. و این نکته مثبتیه که مارول داره انگار که کله رو کار میگیره، خب دیگه داداش نمیشه دیگه ما همینجوری اینجور داستانای چرت و پرت بگیم، فقط شعار بدیم و فقط تبلیغ نمیدونم اینجور چیزای فعالیت‌های اجتماعی و اینجور داستانا. ملت اومدن فیلم ببینن. خلاصه که امیدواریم که نتیجه این تصمیمات در سال 2025 یه چیز خوب باشه. این اولین خبری بود که از مارول گفتیم. با توجه به اینم که تا 2025 اینا دیگه فیلم نمیدن، احتمالاً در ماه‌های پیش رو ما دیگه خبری از مارول نخواهیم داشت. شما چه خبر مسعود جان؟ بفرمایید. من اول در واکنش به این خبر بگم انشاءالله مارول و دیزنی همشون آتیش بگیره بره ما راحت بشین. گرچه به ضرر پادکست ماشون قرار اخبار کم بشه، ولی خب ما حاضریم این ضرر رو به جون بخریم ولی تموم بشین داستان. خبر من یکی از داغ‌ترین خبر هفته گذشته بود، اونم این که بالاخره جناب راکستار سر کیسه رو شل کرد و گفت که قراره توی دسامبر ما رسما GTA بعدی رو نمایش بدیم. و این پیام بود که سم هاوزر کارگردان اصلی بازی نوشته بود که از اکانت رسمی خود راکستار منتشر شده بود که خود این توییتش روی مثلا کمتر از 24 ساعت 140 میلیون بازدید و 1 میلیون خورده لایک خورده بود که توی حوزه گیمینگ اصلا همچین اتفاقی نیفتاده بود توی توییتر، که نشون میده چقدر GTA و راکستار اعتبارشون بالا رفته. و این که از طرفی چیز خاصی هم نبود، صرفا گفتن که دسامبر قرار ما بازی رو نمایش بدیم. کنم بعد این اتفاق بود که جیسون شرایر توی وبسایت بلومبرگ نوشته بود که از یه منبع موثق شنیده که آقا قراره توی دسامبر بازی رسما نمایش داشته باشه. و بعد اینکه این شایعه منتشر شد دیگه گفتن آقا جیسون شرایر وقتی میگه حتما حرف و سخنی از برای همونم راکستار
سال اومد رسما این قضیه رو تایید کرد و همونطوری هم که ما حد زده بودیم بازی احتمالاً و 100% به نظر من توی گیت معرفی میشه و دقیقا بعد این که جایزه بهترین بازی سال رو هم دادن معرفی میشه. چون اگه بخوام مثلا وسط مراسم اول مراسم هر جای دیگه بازی تریلرش رو نشون بدم کل بقیه مراسم به حاشیه میره فقط همون جی تی میاد صدر. برای همون بعد این که بهترین بازی سال معرفی شد چیف کیلی میاد میگه یه تریلر آخر داریم و اونم برای جی تی 6 هستش. بالاخره بعد 10 سال قرار ما جی تی بعدی رو ببینیم. عظمت جی تی ای همین بس که من اون توییتو که میرفتی که معرفی کرده بود زیرشو که میخوندم اکانت رسمی پلی استیشن یوکی میومد میگفت آقا دمت گرم ما منتظریم ما. از اون طرف اکانت رسمی ایکس باکس میگفتش که مثلا اون میم سی جی here we go again رو مثلا زیرش میذاشت یا اکانت پلی استیشن مثلا یو اس میومد میگفت آقا ما هم زیر نظر داشته باش برای ما هم بده ما هم بازی کنیم. میدونی آقا داداش ما خیلی مخلصیم. یعنی فکر کنم مثلا گنده های این صنعت همه میومدن اون زیر چاکرم مخلصم نوکرتم داداش فقط که این خبر که اعلام شده بود همه اومده بودن اونجا اعلام دستبوسی پدرخوانده دون کورلئونه بکنن اون زیر. یعنی اینقدر حالا اون 25 میلیون هم که گفتی یه طرف قضیه. شما ببین جی تی چقدر بزرگه که برای تریلرش اینا تریلر میدن تیزر میدن برای تریلر که ما میخوایم تریلر. معمولا اینجوری که بازی میخواد بیاد یه تریلر میدن تیزر تریلر. اینا برای تریلر برای تیزر تریلر یه تیزر میدن. اینقدر که انتظارها از این بازی بالاه و رکوردها رو واقعا جابجا خواهد کرد 100%. این عظمت جی تی. هرچند که میگم من طرفدار جی تی هیچ وقت نبودم کلا زیاد بازی جی تی رو دوست نداشتم ولی دیگه واقعیتی که هست دیگه. خب من یه خبر بگم از فروش گفتی. البته خبر تو اگه تموم شده در مورد جی تی ای من خبرمو بگم. من تنها چیز اضافه میخوام بکنم اینه که بدبختون بازی که قراره مثلا توی 2-3 هفته قبل و بعد جی تی ای بیاد فکر میکنم هیچکی جرئت نکنه تو اون ماه یه بازی ارائه بده. آره. مگر استودیوهای ایندی. آقا کلا ما تو سطحش که نیستیم ما توی لیگ دیگه ای هستیم بذار ما کارمونو بکنیم. آره از فروش گفتی و از جی تی ای و از اهمیتش. از مارول هم من گفتم این جامون اینم مربوط به ماروله. اسپایدرمن 2 آمارش اومد که ظرف 11 روز بیش از 5 میلیون نسخه فروخته. یعنی مبلغی بالغ بر 350 میلیون دلار در 11 روز فروش کرده. این خیلی مبلغ زیادیه. به عنوان مثال میتونیم بگیم که کل فروش فیلم مأموریت غیر ممکنه 570 میلیون دلار بود. این تو 11 روز نصف اون فروخته. بیشتر از نصف اون فروخته. و شما حساب کن که چقدر صنعت گیم فروشه و اینجوریه که پر سود آورترین صنعت سرگرمیه. و خود پلی استیشن به صورت رسمی گفت اسپایدرمن 2 سریع ترین فروش رو در تاریخ آثار پلی استیشن داشته و حتی رکورد گاد آف وار رگناراک رو هم شکسته. یعنی ما به کجا داریم میریم دیگه؟ آیکون پلی استیشن دیگه گاد آف وار نیست، الان اسپایدرمنه. بخوایم با هم رو راست باشیم چون ظرف 24 ساعت 2.5 میلیون نسخه فروخته و خب رکورد گاد آف وار رو هم پشت سر گذاشته. خلاصه گاد آف وار در هفته اول خودش 5.1 میلیون نسخه فروخته و تا اینجای کار اسپایدرمن پیشی گرفته و این خبر خوبیه. به نظر من یکی از نامزدهای اصلی گیم اواردز و جایزه بهترین بازی سال هم همین اسپایدرمنه که خب در اپیزودهای بعدی که نامزدهای گیم اواردز اعلام شدن ما میایم و به شما میگیم که مثلا در اون مورد صحبت میکنیم. و خب دمشون گرم، دم پلی استیشن و سونی گرم به خاطر این ریلیز خوبشون. بازی هم نظر عملکرد فنی خوب بوده، هم نظر منتقدان رو جلب کرده، هم نظر ملت رو جلب کرده. ما هم که پلی استیشن نداریم باید صبر کنیم 2 سال دیگه که رو پی سی اومد اون موقع میاد نظرمون رو میگیم. تا اون موقع شما میتونید صبر بکنید. خب مسعود جان شما خبر دیگه تو بگو.
آه، و صرفا میخوام بگم خب مبارک طرفدارای پلی استیشن اینا باشه، بازی خوبیه، لذت ببرن. و در همین راستا من امروز اتفاقا این خبر رو خوندم، این بود که خب پلی استیشن توی یکی دوتا شوکیس آخری که نشونده کل بازی لایف سرویس اینا قراره مثلا بسازه و اینا چند تا استودیو خریده که کلا لایف سرویس بسازه. بعد یه شایعی اومد که از یه منبع موثقی هم بود، اینکه کلا حدوداً نصف از این پروژه های لایف سرویس خودش رو پلی استیشن کنسل کرده. یعنی اگه قرار بود تا سال 2026 12 تا بازی لایف سرویس باشه، ولی الان رسیده به 6 بازی لایف سرویس که مشخصا دیدن که بازی مثل اسپایدرمن که داستان محوره انقدر فروش میره و طرفداراشو داره، نیازی نیست که ما اون هم مثلا فوکوس رو بذاریم روی لایف سرویس، مخصوصا بعد این که تو این چند وقته کل استودیو و بازی هایی که مثلا لایف سرویس محور بودن سروراشون بسته شده، استودیوها تعدیل نیرو داشتن و این داستان. جدای اون امروز که در واقع میشه دیشب نیمه شب مراسم گلدن جویستیک آواردز بود، یکی از مراسم های آخر ساله که به بهترین بازیات روی بخش های مختلف جایزه میدن و این مراسم برگزار شد و کلی بازی جایزه گرفت که گل سرسبد همشون هم بازی بالدرز گیت 3 بود که همه رو درو کرد. من صرفا به مهمتریناشون اشاره میکنم. بهترین روایت داستان رو بالدرز گیت 3 برده، بهترین ویژوال دیزاین یا همون طراحی بصری رو هم بالدرز گیت 3 برده، بهترین استودیوی سالم لاریان استودیوز به خاطر بالدرز گیت 3 شده، بهترین DLC فانتوم لیبرتی بوده که ما توی اپیزود قبلی نقدش کردیم، برید ببینید اگه ندیدید اون رو. بهترین بازی مستقل سی آف ستارز هست که من شخصا بازی نکردم. علی تو بازی کردی اینو؟ اسمش چی بود؟ سی آف ستارز، دریای ستاره ها. من بازی نکردم نه. خب اینم ما توی برنامه خودمون میذاریم که تست بکنیم، بیایم براتون بگیم چطور بازی. بهترین بازی چند نفره رو در کمال ترجمه مورتال کامبت 1 برده که فکر کنم 1 ماهی هم نمیشه که بازی اومده، ولی خب چرا بهترین بازی تعجب؟ مولتی خب پلیر چرا تعجب دوست عزیز؟ حتما با کال آف دیوتی ببره. معمولا کال آف دیوتی میبرین، برای همون اومدن تغییر دادن. عالی. بهترین صداگذاری آدیو که پیش بینی هم میشد فاینال فانتزی 16 بوده که واقعا من خودم بازی رو ترجمه نکردم، من آلبومش رو گوش دادم، واقعا آهنگای خفنی داره. بهترین تریلر سال فانتوم لیبرتی دوباره برده. بهترین سخت افزار مربوط به گیم پلی استیشن وی آر 2. بهترین استودیویی که اولین بازی خودشون رو داشتن جیومتریک اینتراکتیو برای بازی کوکون که همین 2 هفته هم میشه بازیشون اومده، خیلی نمرات خوبی هم گرفته. بهترین بازی از نظر منتقدین الن ویک 2 و بهترین بازی سال نینتندو لژند آف زلدا تیرز آف د کینگدم همونطور که از زده میشد. بهترین بازی پی سی دوباره بالدرز گیت 3. بهترین بازی سال ایکس باکس استارفیلد که حالا در مورد من صحبت میکنم. و بهترین بازی سال پلی استیشن رزیدنت ایویل 4. مورد انتظار ترین بازی سال فاینال فانتزی 7 ریبرث و در نهایت بهترین بازی سال بالدرز گیت 3. ببینید وضع ایکس باکس چقدر خرابه که بهترین بازیشون توی سال شده استارفیلد. من اینو اینجا بگم که همینی که گفتی، من اینجا قول میدم به شما که در گیم اوارز امسال استارفیلد هیچ جایزه ای نبره. یعنی من اینو مطمئنم، یعنی تو هیچ زمینه ای نمیتونه جایزه ببره. نه بهترین آر پی جی ساله تا وقتی بالدورز گیت هست، نه بهترین اکشن ساله تا وقتی که رزیدنت ایول هست. متوجهی؟ رزیدنت ایویل هست، ایویل 4 هست. اصلا تو هیچ، نه بهترین گرافیکه که خب هیچ، اون که اصلا تو اون زمینه ها که هیچ، نه بهترین صداگذاریه به قول مسعود تا وقتی آثاری مثل فاینال فانتزی 16 هست.
هیچ جایزه ای نمیبره این بازی. من اینو همینجا بگم. و یه سوالم از مسعود کنم، گفتی بهترین بازی آلن ویک 2 شد، بعد بازی سال رو بازی بالدورز گیت معرفی کردم. من نفهمیدم چی شد. این گلدن جویستیک 2 تا بازی سال داره. یکی Ultimate Game of the Year هست که نظر منتقدین و رأی طرفداران رو میان میکس میکنن، هر بازی که بالاتر بود که بالدرز گیت 3 بود. یه دونش هست مخصوص منتقدینه، فقط اونایی که مثلا توی رسانه ها می نویسن بر اساس از اونا میان میپرسن آقا بهترین بازی سال شما چی بوده، که اون رو آلن ویک 2 برده. بسیار عالی. ما آلن ویک 2 رو هم سعی میکنیم هفته آینده نقدش رو اینجا داشته باشیم. اون اپیزود از دست ندید که مسعود احتمالاً برنامه داره قرار اپیزود آخر ما باشه. بله. ادامه بده مسعود، ادامه بده. من دیگه خبر تموم شد. من دیگه خبرم ندارم. منم یه خبر ریز جالب دارم. اینجاست در کل یه چیزی که میخواستم بگم اینه که اول سال که اومد فوریه اینا بودیم میگفتیم خب گوتی یا مثلا همون بهترین بازی سال قرار بین بالدر چیز باشه، اسپایدرمن و زلدا تیرز آف دی کینگدم، احتمالاً این دوتا رقیب اصلی باشه. بالدرز گیت 3 واقعا سورپرایز بود که یهو اومد همه رو کنار زد. و از اون طرف هم آلن ویک 2 هم میتونه چالش خیلی خوبی باشه برای بقیه و من حدس میزنم احتمال داره که بفتای امسال رو آلن ویک 2 ببره، چون کلا بفتا برخلاف بقیه مراسم اهدای جوایز سعی میکنم یه بازی متفاوت تر جایزه بدن. مثلا اون سالی که مثلا پارسال الدن رینگ و گاد آف وار راگناراک بود ولی اینا بهترین بازی سال رو ومپایر سروایورز انتخاب کردن. برای همین من حدس میزنم آلن ویک 2 اونجا خیلی بیشتر شانس داره و توی بعضی بخش‌های دیگه مثل ویژوال و اینا میتونه توی گیم آواردز هم برای بالدرز گیت و اسپایدرمن چالش ایجاد بکنه. من نمیدونستم ومپایر سروایورز انتخاب کرده. من الان تو شوکم. بین الدن رینگ و گاد آف وار من بین حاج قاسم و اسپایدرمن حاج قاسم رو انتخاب میکنم. اینا این کارو کردن، بین اون دوتا اومدن اینو انتخاب کردن. فکر کنم همون بچه رو کرده بودن داور جشنواره. من خیلی چیز شد، من خیلی فشار اومد بهم، یعنی اصلا همچین پیش بینی نمید کردم و منم نظراتم راجع به بهترین بازی سال میذارم همون اپیزود بگم. و الان میرم سراغ آخرین خبرم، این که استیم دک اولد معرفی شد با صفحه 7.5 اینچی اولد فوق خوفندریوم در دو ظرفیت 1 ترابایت و 512 گیگ با قیمت $570 و $680 که خب خوبه. این با توجه به اینکه نینتندو جونش در اومد 4 سال بعد از معرفی سویچ اومد اولدشو داد و استیم دک اومد ظرف 1 سال نسخه اولدش هم معرفی کرد، خیلی حرکت خوبیه و برای کسایی که کنسول دستی دوست دارن این خوبه، مخصوصا اگه دوست دارن کنسول پی سی دستی داشته باشن. این خیلی مهمه. رقابت خوبه، همین که استیم دک هم اومد تو کار و یه مقدار با سویچ حداقل از نظر سخت افزاری سعی میکنه رقابت بکنه، خوبه. و خبر بهترم این که از سویچ گفتیم، خبرها حاکی از آن است که سویچ کنسول آینده خودش رو با اینویدیا بسته سر پردازندش بسازه و این عالیه به خاطر اینکه با اینویدیا فریم جنریشن، یعنی تولید فریم، افزایش فریم به صورت با استفاده از هوش مصنوعی رو داره و DLSS رو داره که به مراتب تکنولوژی برتری هستن نسبت به آن تکنولوژی که AMD و پردازنده‌های گرافیکیش ارائه میدن. به همین دلیل وقتی اینا رو سویچ تونستن با این تکنولوژی فعلی تیرز آف دی کینگدم ارائه بدن و بازی‌های به خفنی ارائه بدن، مادر بگریت که اینا با تکنولوژی های اینویدیا و اون امکاناتی که از نظر افزایش پرفورمنس، افزایش فریم میده، اونا چی میخوام بکنن یا خدا. و این خبر خیلی خوبیه. این خبر اشانتیون بود برای همه عزیزانی که سویچ دوست دارن، چون در جریان نبودیم. خبر دیگه نداریم، خیلی وقت بود نبودیم، ولی خوشحالم. من خیلی خوشحالم که اومدیم دیگه. آره منم نظرمو بگم در این باره، اینکه والو گفته بود وقتی
خیلی هم یهویی معرفی شد، یعنی اصلا هیچ شایعی نبود، هیچ حرفی نبود، یهو توییت و ویدیو منتشر کردن آقا استیم دک اولد. و بعدش هم نمیدونم کی بود از کمپانی والو اومده بود تشکری کرده بود از نینتندو که گفته بود شرایط رو برای ما فراهم کرده از قبل که ما بتونیم مثلا استیم دک اولد رو بسازیم. این حرکت های چی رو من خیلی دوست دارم. والو رو همیشه میاد مثلا از کمپانی بازی سازی سخت افزاری مثلا الهام گرفته استفاده کرده، میاد تشکر میکنه آقا دم شما گرم. و نینتندو سویچ دو هم که احتمالا همین باشه اسمش، قراره بتره کنه و گفتن اون پردازنده ای که براش طراحی کردن و حتی قابلیت ری تریسینگ هم داره، یعنی بازی های جدید رو راحت میشه با مثلا گرافیک خیلی خوب ری تریسینگ راحت اجرا کرد روی کنسول و قرار نیست مثلا اون مشکل وی رو داشته باشه که اومد و زورش به خیلی از بازی ها نمیرسید. خب رسیدیم به بخش نقد و بررسی. اول میخوایم با فیلم جدید کریستوفر نولان که در طول سال همه منتظر بودن بیاد و بالاخره کیفیت خوبش اومد، اوپنهایمر رو نقد بکنیم. اول یه احتمالا میدونید که اوپنهایمر داستانش در مورد رابرت جی اوپنهایمر، پدر بمب اتمه که پروژه منهتن کامل دست ایشون بود و کسی بود که بمب اتم که توی هیروشیما و ناگاساکی منفجر شد رو ایشون طراحی کردن. اصولا کل پروژه دست ایشون بود و فیلم هم در مورد سیر زندگی ایشونه که چطوری اومدن این بمب رو طراحی کرد و مشکلات درونی و این داستانا. علی جان فیلم رو دیدی و نظرت چی بود؟ عرض ادب خدمت روح پاک شهدای هیروشیما و ناگازاکی و همینطور آقای اوپنهایمر، خدا ایشون رو رحمت بکنه. فکر کن یک حرکت زد 270 هزار نفر مردن. میگفتش که یکی میگفتش که هیتلر پروترین گیمر دنیا بود، 16 میلیون کیل داشت یه بار مرد. بعد ایشون اینه. اصلا هم درست خجالت و قباحت داره ما داریم با مرگ انسان شوخی میکنیم. خجالت باید بکشیم، از شرم بخوریم. شرمو میخورن نمیدونم، شرم باید بکنیم، شرمو میکنن، باید شرم بکنیم به خاطر این کاری که میکنیم، نباید چیز کنیم. چه اونجوری میکنی؟ خب ادبیات فارسی من نذاشتم میگه شرم کنی، ببخشید. برم سیگار بکشم. بریم سیگار بکشیم. عرض به خدمت شما که من این فیلمو دیدم و من خیلی با بدون پیش داوری رفتم دیگه. فکر کنم اگه تا 4 فصل و 11 اپیزود، یعنی نزدیک 40 50 اپیزود ما رو نگاه کرده باشی، بدونی که من آدم هستم که بدون هیچ وابستگی عاطفی و پیش داوری میرم سمت اثر. حالا خوب بود که میگیم خوبه، بد بودم میگیم بده دیگه. من این فیلمو دیدم و نکته خوب قضیه اینه که بنده 3 ساعت و فیکس نشستم، در حالی که فکر میکردم شاید خستم بکنه، ولی فیلم منو خسته نکرد. من 3 ساعت فیلم و فیکس نشستم پاش و تقریبا اصلا گوشی دست نگرفتم، چون خدا رو شکر فیلم اینقدر پیچیده بود الکی که اصلا گوشی دست نگرفتی که نفهمی چی شد. فیلم به صورت کلی داستان اوپنهایمر رو روایت میکنه و یه فیلم درام تاریخیه، یعنی دقیقاً تو همون ژانری که ما تو قسمت قبلی ژان دوبری رو معرفی کردیم، یعنی از نظر ژانر سینمایی این دو اثر در یک ژانر هستن، ولی این دو اثر زمین تا آسمان با هم فرق دارن. من چیزی که اول از همه شاید در خاطر من بمونه از این فیلم، بازی فوق‌العاده کلین مورفی هستش. یعنی فیلم اومده بسیاری از نماها رو نمای نزدیک گرفته و اتفاقا تو داستان توی پشت صحنه‌ش هم من یه مصاحبه‌ای می‌دیدم میگفتن که خیلی سخته که دوربین آی مکس رو باش شات کلوزآپ بگیری، به خاطر اینکه دوربین اینقدره و آدمه اینقدره. بعد این دوربین رو که میاری تو صورت بازیگر، فکر کن مثلا مثل اینه که یه قابلمه رو گرفته باشن جلوت بگم بازی کن بازی کن، تو نگاه کن بازی کن. میگم خیلی سخت، سنگینه و اذیت کننده است، ولی فیلم واقعا تونسته احساسات این کلین مورفی رو در بیاره و چقدر کلین مورفی خوب بازی میکنه. شاید خیلی ها فکر بکنن یک بازیگر وقتی توی یک سری نقش هایی میفته که نزدیک به هم دیگه است تبدیل میشه به کلیشه خودش. یعنی مثلا کلین مورفی که اومده به اصطلاح
تامی شلبی رو بازی کرده که یه کاراکتر مثلا آدم کشه و مثلا مافیاییه، نمیدونم با زندگی در و داغون و فشار روانی و اینا هست. اوپنهایمر هم که یه کاراکتریه که مثلا آدمای زیادی و غیر مستقیم میکشه و توی پروژه سیاسی اینا، ممکنه این فرد دچار تکرار بشه. ولی نکته زیبای کار اینه که کلیان مورفی و در اوپنهایمر اصلا کلیان مورفی در به اصطلاح پیکی بلایندرز نیست. اینو شما اگه فیلمو ندیدید ببینید دقت کنید، یا اگه دیدید دوباره برید دقت کنید. این عظمت و هنرنمایی آقای کلیان مورفیه که سیگار کشیدن این آقا در فیلم، در سریال پیکی بلایندرز که دیگه اصلا شهره خاص و عامه دیگه. مرد سرطان ریه اگه بگیره باید خسارتشو از HBO بگیره به خاطر اون فیلم، اونقدر که اونجا سیگار الکی کشیده. شما برو تو عکساش نگاه میکنید، توی اون فیلم ها سیگار رو اینجوری میکشه، استیل لاتی با پنجه های باز میکشه، یا همیشه این شستش اینجوریه، بین این دوتا دست اینجوری میکشه، خیلی استایلش استایل لاتی. اوپنهایمر هم سیگاریه و تو این فیلم خیلی سیگار میکشه. شما برید نگاه بکنید که چطور تو این فیلم سیگار میکشه، همیشه با پنجه بسته است. هیچ جا نمیبینی کلیان مورفی اینجوری سیگار بکشه. بنده خدا 6 فصل اونجا اینجوری سیگار کشیده، رفته تو ناخودآگاهش، حتی رو سیگار کشیدن کاراکترش هم اینجا تمرکز کرده که این کاراکتر که یه مقدار از اعتماد به نفس پایینتری برخورداره و یه مقدار درگیری روانی و رویش بیشتره، تو دارتره، سیگار هم پنجهش بسته است، اینجوری میکشه. میدونی سیگار رو میذاره اینجا، با پنجه بسته میکشه. یعنی شما فکر کن یه نکته دیگه هم بگم. بگو. در همین چیز سیگار کشیدن و در اکثر مواقع چیزو سیگار از دهن و لب خودش بیرون نمیکنه، همونجا هست، مخصوصا موقعی که داره تدریس میکنه و این همینجوری مثلا داره سیگار میکشه همزمان رو دود میکنه، مثلا در نمیاره. برعکس تامی شلبی که اونجا همیشه هدف اصلیش این بود که مثلا داروش دود باشه، ولی اینجا هدفشون نیست. یعنی آفرین، یعنی شما فکر کن کلیان مورفی تا میمیک سیگار کشیدن کاراکترش رو از نو ساخته، نیومده میمیک قبلی که 6 فصل اون سریال بازی کرده رو کپی پیست بکنه. در این حد کلیان مورفی با جزئیات بازی میکنه و اینقدر خوب بازی میکنه. یعنی وقتی که داره در موضع قدرت، شما حس میکنی این سرخوشیش از قدرت رو، و اون موضعی هم که در ضعف و ناامیدی و یأس و تحت فشار و مشکلات پس از اون استفاده از بمب اتمه، اونجا هم شما حس میکنید داستانو. از این مسئله فیلم واقعا عالیه. تیم بازیگری فیلم فوق‌العاده. شما فکر کن کلیان مورفی، رابرت دانی جونیور، خانم پگ که توی فیلم بلک ویدو هم نقش خواهر بلک ویدو بود، دوستش بود. خیلی تیم بازیگری قویه. یعنی شما مثلا رامی مالک، مثلا شما فکر کن کلا 5 تا سکانس هم بیشتر نیست، یعنی کل هالیوود رو ایشون جمع کرده برای اون فیلم اوپنهایمر و فیلم واقعا عالی، عذاب در اومده. از نظر بازیگری هیچ ایرادی بهش نیست. و نکته مثبت دیگه هم که بخوام بگم، مثلا موسیقی فیلمه. تنش مثل همه آثار کریستوفر نولان، این اصلا هم موسیقی از ابتدای فیلم هست تا انتهای فیلم و فقط در یک پلان قطع میشه، حتی توی سکانس هم قطع نمیشه، در یک پلان قطع میشه صدای موسیقی و اونم لحظه انفجار بمب اتم، فقط اونجا موسیقی قطع میشه. بقیه فیلم موسیقی تماما وجود داره. برخلاف همیشه نولان اینجا با همون با اسمش یادم رفت، لودویگ گرانسن، با ایشون کار کرده، ولی همیشه با موزیسین دارک نایت کی بود؟ مرد خیلی هم مرد بزرگی، هانس زیمر، هانس کویر. آقا خیلی زشته که من هانس زیمر اسمش یادم نمیاد واقعا، ولی خب ببخشید دوستان، ما اینجا میایم خیلی مطلب زیاده، وقتی مخمون ترمز دستی رو میکشه، من از شما عذرخواهی میکنم. ولی بله همیشه با هانس زیمر کار میکنه، ولی اینجا با هانس زیمر کار نکرده به خاطر اینکه هانس زیمر الان مشغول ساخت موسیقی برای قسمت دوم دون همراه دنی ویلنوه و به همین دلیله که اینجا گفته خودش هم مصاحبه کرده، گفته من تمرکزم گذاشتم روی اون اثر. و چون هانس زیمر دیگه موسیقیدان کارکشته و حرفه‌ایه،
اینجوری نیستش که حالا یه دونه ترک هم برای این میدیم، یه ترک هم برای اون فیلم میدیم، یکم اونجوری الکی نیست. مرد جونش در میاد میخواد یه موسیقی درست بکنه، فقط 6 ماه فقط تحقیق و بررسی، بنده خدا اندازه 2 ترم دانشگاه فقط تحقیق و بررسی میکنه در باب چرایی اون موسیقی. جالب اینجاست که فیلم قبلی نولان هم تنت هم همین لودویگ گرانسن ایشون آهنگسازش بوده و دلیلی که اونجا هم هانس زیمر نبوده باز دوباره فیلم دون بود. دقیقاً 2 تا دون ساختن اصلا کمر کریستوفر نولان شکستن. ولی خدایی این آقا موزیسین این فیلم هم واقعا خوب عمل کرده. یعنی همین که شما کمبود هانس زیمر رو احساس نمی‌کنی، شاید که نه قطعا اگه هانس زیمر بود شما میتونستی بگی مثلا ممکن بود این موسیقیش تفاوت فاحشی داشته باشه با آن چیزی که این آقا درست کرده. ولی این موزیسین کسی که بیاد جا پای هانس زیمر بذاره و اثر خوب تحویل بده که شما نگی که کاش هانس زیمر می بود این اومد خراب کرد، این یعنی خودش خیلی، یعنی شما جای پای یه همچین غولی بذاری و بتونی یه اثر درست و خوب و جذاب تحویل بدی، این خودش یه نکته فرامثبتیه برای موزیسین، برای هنرمند. اینم نکته مثبت دیگه، یعنی بازیگری و موسیقی کار واقعا عالی. اما میرسیم به اون بخشای کار که عالی نیست. کجای کار؟ روایت کار. آقا روایت این داستان افتضاحه. شما کریستوفر نولان 2 تا فیلم آخرش و برخی از آثار دیگهش مثل ممنتو خیلی تاکید داره رو روایت غیر خطی. ما تو دبیرستان یه فرمول فیزیک داشتیم، مستقل از زمان محاسبه سرعت مستقل از زمان. ایشون فیلمو مستقل از زمان میسازه، یعنی میگه من به زمان پمان اعتقاد ندارم، از وسط به 2 طرف روایت میکنه. یعنی فیلم چجوری شروع میشه؟ شما سکانس اول میبینیم یه چیزی مثل توی راهروی دادگاه اینا دارن راه میرن، سیاه‌سفیده. بعد میبینی فیلم رنگی شد، تو گذشته دوباره اوپنهایمری هست و دارن میرم باهاش توی اتاق داره صحبت میکنه. بعد دوباره اون که تو اتاق صحبت میکنه میره توی گذشته دیگه، چون داره یه چیزی رو روایت میکنه، میره تو گذشته جوانی خودش. یعنی یه فیلمی که خود فیلم زندگی نامه است و تو گذشته هست به 3 زمان تقسیم میشه که تو همون 3 زمانش هم بعضی جاها 2 تا روایت همزمان داره دنبال میشه. یعنی این آشفتگی تعمدی که توی این فیلم تزریق شده توسط نولان به هیچ وجه توجیه نداره. یعنی شما میگی تنت رو نمیشه غیر از اون چیزی که بود روایت کرد، چون فیلم مثلا داستانش با زمان گره خورده، از اول به آخر باید روایت بشه. میگیم اوکی، حرف شما درسته. میگه اینتراستلار هم بالاخره سیاه چاله هست و سفر در زمان هست و فلان و بسار، اونم ما باید زمانش نمیشه خطی باشه، ما میگیم به روی چشم. ولی مرد حسابی این فیلم تو تاریخ بود، گذشته بوده، اومده رفته تموم شده، اینو ما چرا باید بپیچونیم لقمه رو دور سرمون؟ و این واقعا آزاردهنده است، به خاطر اینکه فیلم شما رو یهو میندازه توی یه موقعیتی که شما حتی نمیدونی که کدوم کاراکتر کیه، اینا چرا اینجان، این اتفاقایی که داره میفته برای چیه، و میره جلو، هی کاراکتر جدید معرفی میشه، هی کاراکتر جدید، هی اتفاقای جدید، و شما باید پازل حل کنی وقت دیدن فیلم و تازه به خیلی از جوابا هم نمیرسی. بعد فیلمو شاید دوباره بشینی ببینی، فیلمی که 3 ساعته، دوباره بشینی ببینی که بفهم این اون بود که اونجا این کارو کرد، و واقعا آزاردهنده است. شما این رو بذار کنار بحث مربوط به مثلا ساخت یه بمب هسته‌ای، وضعیت ژئوپلیتیک داستان و نمیدونم مشکلات شخصی و روانی اوپنهایمر و داستانهایی که مثلا دادگاه‌ها و مسائل سیاسی هم که بعد از استفاده از این بمب اتم علیهش عذرخواهی میکنم مطرح میشه دیگه. شما فکر کن داستانی که داری روایت میکنی یک داستان تاریخی با بنیانهای اخلاقی گره خورده هست، بعد تو بیا روایتش هم پیچیده بکنی. اینم بگم که پرداختن به بعد اخلاقی داستان رو هم خیلی خوب عمل کرده کریستوفر نولان، که اینو آخر میگم. ولی این روایت افتضاحه و هیچ توجیهی هم نداره که تو اینجوری روایت بکنی، آدمو الکی سردرگم میکنه. چرا؟ چون داستان فیلم یه داستان سرراسته، یه داستان تاریخی راجع به کاراکتر تاریخی و تصمیمات تاریخیشه، اما این فیلم نتونست، اومده اینو الکی پیچونده که بگه ما خیلی خفنیم. و نکته دردناک بعدی اینه که شما 3 ساعت فیلم داری
یک شات به یاد ماندنی در این 3 ساعت وجود نداره. یعنی شما این 3 ساعت رو ببینی یک شات نمیاد. مثلا میگم دوباره یه فیلم از همین ژانر میگیم، همون فیلم ژان دوبری که با این فیلم دوتا توی یه ژانره و اصلا هم شاید از نظر سطح ساخت فیلم تو این سطح نباشه، ولی اون سکانسی که این خانم از اون پله میره بالا، ما تو اون اپیزود حسابی در موردش بحث کردیم. اون سکانس واقعا یه شات به یاد ماندنی بود، تاثیرگذار بود. الان کسی که ژان دوبری رو دیده باشه وقتی بهش اسم این فیلمو بگن شاید اولین سکانسی که یادش بیاد و اولین تصویری که یادش بیاد همون باشه. ولی اوپنهایمر با این همه هزینه‌ای که من فیلم آیمکس گرفتم و فقط رو آیمکس منم میدونم خوفندریو بهترین دوربین دنیا تاریخ بشر، نتونستی یه شات درست حسابی بگیری و به یاد ماندنی باشه که آدم وقتی میگن اوپنهایمر اون شات تو ذهنش باشه، یه شات، یه تصویر، یه تصویربرداری خارق العاده یا حتی خارق العاده نه، به یاد ماندنی که بگی به عجب شاتی گرفته، به عجب ترکیبی. نتونستی این کارو بکنی که هیچ، به مراتب بارها شما در طول فیلم میبینی که ابعاد کادر تصویر تغییر میکنه. یعنی یک جایی از ابعاد 21 به نمیدونم 7 استفاده میکنه، یه جایی میاد از ابعاد 16 به 9 استفاده میکنه، خطوط سیاه بالا پایین تصویر قرار میگیره، یه جایی نه تصویر کامل میشه و این مکررن تکرار میشه. جوری که مثلا توی یه سکانس میبینی که اینا 2 نفرن سوار اسبن دارن میرن، لحظه‌ای که اسبو نگه می‌داره پیاده میشه، تصویر یهو اون بارای سیاه‌سفید 2 تا خط سیاه‌سفید بالا پایینش میان. یعنی فکر کن مثلا 1 ثانیه عقب‌تر بزنی تصویر کامله، هیچ خط سیاهی بالا پایین نیست، 1 ثانیه بعدش میاد. یعنی حتی اینم نیست که بگی مثلا این آقا اومده استفاده کرده که به کمک این نوارها، به کمک ابعاد تصویر بخواد یک چیزی به روایت، یک نشانه‌ای در روایت داستان بذاره. مثلا بگه آقا اون بخش سیاه‌سفید فیلم، چون یه بخشی از فیلم سیاه‌سفیده، مثلا در زمان آینده داره روایت میشه، یعنی آینده گذشته که میشه. چی بکنم؟ در زمان آینده روایی داستان، مثلا به اصطلاح تازه ترین اتفاق و آخرین رخداد فیلم داره سیاه‌سفید روایت میشه. شما میگیم آره نولان اومده با استفاده از رنگ سعی کرده یه مقدار سر نخی بده به بیننده، ولی تغییر ابعاد تصویر از این قاعده پیروی نمیکنه. تو گذشته این تغییر ابعاد رو میبینی، تو روایت دوم میبینی، تو روایت آخر هم میبینی، یعنی همه جا هست و این واقعا رو اعصابه. آقا اگه تکلیفتو مشخص کن، یعنی چی که تو این ابعاد تصویر رو تغییر میدی؟ تو ذوق آدم میخوری. یعنی تو تا میای توی فیلم غرق بشی یه ابعاد تصویر عوض میشه، مثل اینکه یه 2 تلویزیون تو در فیلم میبینی، یکی اون وسط یه تلویزیون روشن خاموش بکنه. چقدر میخوره تو ذوق تو، چقدر تو از اون اثر میای بیرون و اون ارتباطی که با فیلم گرفتی و قطع میشه یهویی. این هم این کارو میکنه. این رو ما از دانکرک داشتیم و همینطوری نولان این کار رو ادامه داده و هیچ کی هم بهش ایراد نگرفته. آقا این چه کثافتیه که تو تدوین استفاده میکنی یا تو فیلم برداری استفاده میکنی، تکلیف خودتو مشخص کن. این نکته ضعف دوم. نکته ضعف سوم فیلم، شما یه فیلم 3 ساعته ساختی بدون اینکه حتی بتونی یک ارتباط عاطفی و انسانی بین قهرمان داستان و بقیه کاراکترها که همشون هم ابر بازیگر و سوپر استار هستن در بیاری. یعنی شما فیلمو نگاه میکنی، خدا شاهد این فیلم، این عین فیلمش در یک سکانس اولی که یه سکانس هست که اوپنهایمر یه خانومی رو میبینه توی مهمونی، اون سکانس اولش که با اون خانم آشنا میشه، میگه شما شوهر داری؟ میگه بله این شوهر منه. میگه پس پیش ما بیا. میگه من مثلا یعنی که من با شوهرم زیاد خوب نیستم. میگه اشکال نداره ولی با ما پیش ما بیا، با ما سر بزن، با شوهرت البته. در سکانس بعدی این 2 نفر در دشت در حال اسواری هستن، زنه بهش میگه من میخوام از شوهرم طلاق بگیرم. بالاخره میفهمی که اینا میخوام با هم عروسی کنم. میگه اوکی. ظرف 2 تا سکانس رسیدن به ازدواج. سکانس بعدی که شما اوپنهایمر رو این خانوما در یک اتاق و در یک جا میبینی، بچه اینا 3 ساله است و خانم الکلی شده. بعد تو اینجوری نگاه میکنی، آقا تو خدا شاهد تو 3 تا سکانس بچه دارم شدی. تو چجوری تونستی مخ اینو بزنی؟ آقا یک رابطه عاطفی انسانی، بعد اصلا تو ازدواج کردی که پاتختی بود که به بچه رسیدی، این بدبخت چرا الکلی شد؟ این که سالم بود، شما که با هم ازدواج کردید، این کثافت چی اینجوری شد؟ شما که خوب بودی که این چه وضعیتیه؟
واقعا یعنی این یک رابطه عاطفی درست حسابی تو نتونستی در بیاری با اون یکی کاراکتر زن فیلم هم همینطور. 3 سکانس اول اینا میبینن، سکانس دوم که رابطه جنسی دارن با هم دیگه، باز حداقل اینجا تولید نشون داده که بگه آقا اینا همین کارو کردن تو اون با اون خانم بچه داشتن، اینجوری بوده از این تکنیک استفاده کردن اونجا. و در سکانس بعدی هم که مثلا بهش میگه آقا این دیگه پیش ما نیا دیگه، ما با هم من دیگه ازدواج کردم اینجوری. و شما فکر کن فیلم نمیاد بگه آقا مثلا این معشوقه اوپنهایمر چرا این هی براش گل میاره، اون گل میده سلا آشغال. خب اگه تو اوپنهایمر رو دوست داشتی قبل از اینکه زن بگیره شما با هم ارتباط داشتی، چرا با هم ازدواج نکردی؟ در حالی که خودت در فیلم تاکید میکنی من وابستگی حزبی سیاسی پیاسی ندارم، من هر کاری دلم بخواد میکنم، من زن قویه، من خوفندریومم. چرا اگه اوپنهایمر رو دوست داشتی ازدواج دردت چی بود؟ تو چرا افسرده‌ای؟ چرا همتون افسرده‌ای؟ چرا داغونی؟ مشکل چیه؟ اینا رو فیلم نمیگه. و این برای اینکه یه فیلمی که 3 ساعت ران تایم داره، زمان داره، نتونسته یک رابطه عاطفی و انسانی رو بین 2 تا کاراکتر به خوبی در بیاره، این اوج فضاحت در یک فیلم شما نتونی تو 3 ساعت نشون بدی چطور یک رابطه عاطفی شکل گرفته. آقای نولان تو نمیدونم چند ساعت زمان لازم داری تا یه فیلمی درست بکنی که توش به عواطف انسانی بپردازی. اگه نمیتونی این کار رو تو 3 ساعت بکنی دیگه بعد نمیتونی بکنی، یعنی تو از نشون دادن این هم عاجزی تمام. و متاسفانه این فیلم عاجز از نشون دادن عواطف، ارتباطاتی که بین کاراکترها شکل میگیره. کاراکترها خیلی هاشون فقط یه اسمن، بعضیاشون حتی اسمش هم یاد شما نمیمونه بعد از 3 ساعت که فیلم تموم بشه. و این از ایرادات بزرگتره فیلمه که اصلا قابل چشم پوشی هم نیست. تا اینجای کار اینا مواردی بود که من راجع به فیلم داشتم. بذار نظر مسعودم ببینیم تا بشنویم و ببینیم و من نمره نهاییم به فیلم رو میگم. تقریبا همه حرفا رو گفتی. من صرفا میخوام به این اشاره بکنم که در مورد سینماتوگرافی گفتی. کلا سینماتوگرافی هویت ون هویتما اینجوریه که بیشتر تمرکزش روی حرکت دوربینه و مثلا دنبال ساخت قاب نیست. گرچند مثلا جردن پیل وقتی باش توی فیلم نوب کار کرده بود یه خورده قضیه بهتر بود، ولی اینجا اکثرا نولان میخواد مثلا دوربین روون باشه و خیلی کم پیش میاد که اگه دقت کرده باشه دوربین و ساکن یه جایی بذاره، همیشه داره یا کاد میزنه یا داره مثلا حرکت میکنه دوربین. برای همینم بنده خدا دهنش سرویس شده بود، آی مکس رو شونای خودش میذاشته فیلم برداری میکرد. و به نظر من هویت ون هویتما کار خودش رو خیلی خوب انجام داده بود و این قضیه بیشتر برمیگرده به خود نوع فیلم سازی کریستوفر نولان. جدای اون با اختلاف بهترین بخش و نقطه مثبت فیلم بازیگراش، یعنی نه روایتش نه کارگردانیش، هیچ کدوم اینا نیست. بازیگری کلیان مورفی، رابرت داونی جونیور، لورنس پیو، همه اینا واقعا بهترین نقطه فیلم هستن. و در نهایت هم لودویگ گرانسون واقعا توی آهنگسازی شاهکار کرده. به نظرم در حد اندازه تنت نبود، چون توی تنت به روایت کمک میکرد آهنگسازیش. 3-4 سکانس بود که من مثلا قاطی میکردم الان داره زمان میره یا میاد، ولی مثلا وقتی موسیقی پلی میشد متوجه میشدی که این موسیقی مثلا داره بکوارد پلی میشه، در نتیجه این اتفاقات داره از گذشته به حال مثلا برمیگرده. ولی اینجا اون مثلا تاثیر روایی رو نداشت ولی همچنان کارش خوب بود. در مورد داستانم اینکه گفتی پیچیده است، به نظرم دلیلش اینه که میخواد مثلا نولان با پیچیدگی روپوش بذاره روی داستان ساده‌ای که میخواد روایت بکنه. یعنی اینجوری که میدونه داستان خودش مثلا ساده است، یه آدمیه به نام اوپنهایمر میخواد بمب اتم بسازه برای اینکه جنگ جهانی رو تموم بکنه زودتر. یعنی کل شالوده داستان همینه و برای اینکه بتونه این رو مثلا جذابتر حالا مثلا روایت بکنه، درگیر کننده باشه و اینا، مجبور بود از یه تکنیک استفاده کنه که اینو پیچیده بکنه. و اون پیچیدگی هم اینجوریه که توی داستان میبینیم هی عقب و جلو میشه زمان و مخاطب با این عقب و جلو شدن درگیر میشه و برای خودش مثل که خودت گفتی پازل درست میکنه و میخواد تیکای پازل رو بذاره کنار هم
و با اون مغزش درگیر میشه، سرگرم میشه و تا اون 3 ساعت زمان بگذره. اگر این مثلا روایت خطی می بود، من مطمئنم از نظر ریتم فاجعه می بود فیلم. ولی چون این مثلا تیکه و پارچه است و مخاطب خودش تلاش میکنه بذار من اینا رو کنار هم بذارم، مغزش درگیر میشه، برای همین اون 3 ساعت رد میشه. یعنی داره حقه استفاده میکنه نولان بیشتر اینجا تا اینکه چی باشه. و به نظرم بزرگترین ایرادی که من توی اوپنهایمر گرفتم از خود اوپنهایمر هم نیست، خود فیلم نیست، به خود جناب کریستوفر نولانه. به نظر من توی این 2 تا پروژه آخرش، مخصوصا دانکرک و بعد تنت و این یکی، تلاشش برای این نیست که یک داستان خوب با شخصیت‌های واقعی و احساسی روایت بکنه، دنبال اینه که یک کاری رو انجام بده که بقیه انجام ندادن. توی تنت میخواست یه جوری فیلم بسازه که مثلا تا حالا کسی مثلا فیلم نساخته. اینجا هم همونطوری میخواد یه سری تکنیکا و اینا رو به رخ بکشه که بقیه انجام ندادن. یعنی از مثلا شما بیا فیلم ممنتو هم همین جوری عقب و جلو میره، اونم تیکای سیاه‌سفید داره، رنگی داره، ولی اونجا مثلا منطق روایی داره که چرا مثلا این داره تیکه پارچه است و همینجوری عقب و جلو میشه. وقتی با شخصیت همراه میشه متوجه میشه چرا اینجوری داستان داره روایت میشه. یا حتی مثلا فیلم های بعدیش مثل پرستیژ که اونم مثلا فیلم های بزرگی نیستن و درام هستن، به نظر خیلی بهتره نسبت به اینا. و در کل هم فیلم اوپنهایمر، حالا که چیزش هست، هم فیلم باربی به نظرم یک بخش بزرگیش از موفقیت خودشون و مدیون تبلیغات هستن. یعنی باربی که اصلا در اون حد اندازه که مثلا تبلیغ کردن خوب نبود، اوپنهایمر باز رو میتونه مثلا بشینی حداقل 4-5 تا سکانس کارگردانی شده خوبی داره، داستان جذابی داره، اون روایتش هم میتونه آدم رو سرگرم بکنه، ولی نه شاهکاره، نه بهترین فیلم 2023 و نه بهترین فیلم کریستوفر نولان اوپنهایمر. و در نهایت هم اگر من در نهایت هم اگر بخوام به فیلم نمره بدم، من به فیلم 7 میدم. بسیار عالی، واقعا خوب گفتی. من یه نکته مثبت دیگه هم از فیلم بگم، بعدیشو که میگیم خوبش هم بگیم که چرا مثلا بهش این نمره رو میدیم. فیلم تونست بحران اخلاقی اوپنهایمر رو خوب به تصویر بکشه و نه تنها بحران اخلاقی. معمولا فیلم های تاریخی و در ژانر بیوگرافی و به اصطلاح تاریخی سعی میکنن بی‌طرفانه قضاوت بکنن و بذارن به عهده بیننده، ولی فیلم اوپنهایمر شاید تا نیمه کار بی‌طرفانه باشه، ولی یه سکانسی هست که توش در مورد این که خب حالا که بمب اتمی استفاده شده ما اینو کجا باید استفاده بکنیم جلسه میذارن مسئولین محترم استکبار جهانی و اونجاست که اوپنهایمر تبدیل میشه به هیولا. یعنی فیلم با اون سکانس اوپنهایمر رو به یه هیولا تبدیل میکنه و حتی در پایان آخرین سکانس فیلم هم سوال این نیستش که آیا ازش زنش میپرسه فکر میکنی مردم تو رو میبخشن یا نه، میگه خواهیم دید، تاریخ خواهد گفت. و فیلم نمیاد بگه وای اوپنهایمر یه آمریکایی وطن پرست بوده و فلان و اینا، این حرفا زده میشه. بخشی از فیلم در مورد این روایت میشه که آقا واقعیت دنیا چقدر تلخه. من اینو بارها به رفقا گفتم دوستان زندگی دنیا همچی پیچیده نیست، خیلی هم ساده است. جامعه و جهان و انسان‌ها فرق با حیونا نداریم ما. حالا شما اگه ناراحت میشی بلا نسبت شما، ولی ما فرق با حیونا نداریم. فکر میکنیم که خیلی انسانیت و اخلاق و اینا مطرحه، وگرنه در جامعه واقعی در ابعاد کلان هر کی قدرت داشته باشه کارش پیش میره، قدرت هم نداشته باشه هر بلایی میخواد سرش بیاد. و اینو شما تو این فیلم میبینی، طرف برمیگرده میگه آقا ما بمب اتم نسازیم آلمانا میسازن، پس بهتره که ما که یکم انسان ترین بسازیم، ما که از نازی‌ها بهتریم که هرچی نباشه. و از یه جایی به بعد میگن خب آلمان که جنگ تموم شد، هیتلر هم که خودکشی کرد، جنگ هم که تموم شد دیگه چرا بمب اتم میخوای بسازی؟
کنسلش کن دیگه. اگه راست میگی تو که دردت این بوده که نه اگه ما نسازیم اونا میسازن، خب الان که دیگه کنسل کن دیگه. ولی اونجاست که میگیم که نه، بالاخره که ما این همه زحمت کشیدیم، هزینه کردیم، بالاخره راه اومدیم، بعد ببینیم دیگه. بعد بهش گفتن خب بالاخره اگه این بم ساخته بشه، ملت کشته بشن، میگه خب ببین من دانشمندم، من که نمیگم اینو رو سر کی بندازیم که دیگه دولت میخواد بندازه، من مقصرم، من دارم یک کشفی میکنم، به علم خدمت میکنم. عجب. و تو اون سکانسی که میگم که دیگه نمیگم راجع به صحبت کنم، اونجا هم باز دوباره این آقا یه مرحله پا فراتر میزنه. یعنی مرحله به مرحله فیلم میاد نشون میده که اوپنهایمر و این قدرت چقدر آدم رو در خودش غرق میکنه و از یک آدم چقدر هیولا میسازه. و واقعیت جامعه هم همینه. یعنی این رو اگه شما تاریخ رو مطالعه کرده باشید، این رو شنیدید که احتمالاً روزولت بود فکر کنم رئیس جمهور آمریکا در اون دوره، دقیقاً نمیدونم راستش بخوایم، رئیس جمهور آمریکا در اون دوره برگشت گفت آقا ما اگر بخوایم ژاپن رو شکست بدیم بدون بمب اتم، بعد 100,000 150,000 سرباز آمریکایی فدا بشه. پس بهتره که ما 200,000 تا 100,000 تا سرباز ژاپنی فدا بکنیم که جون آمریکایی از بین نره. یعنی که جون هر آمریکایی 2 برابر ژاپنی میارزه. و ما بمب اتم میزنیم میارزه دیگه. شما نمونه همین اتفاق همین الان هم دارید میبینید. 80 سال از جنگ جهانی گذشته و از بمباران هیروشیما و ناگازاکی توسط آمریکا و تازه آلمان هم، ژاپن هم اونجا محکوم شد تو جوامع جهانی که حقش هم بود چون خودش تجاوز به آمریکا رو شروع کرده بود و با آمریکا هم بمب اتم زد. این اتفاق الان ما داریم تو غزه و جریان غزه و اسرائیل می‌بینیم. متوجه هستید؟ یعنی اونم دقیقاً همونطور که ژاپن اومد یه حمله انتحاری کرد به پرل هاربر و جنگو شروع کرد، آمریکا هم گفت تو شروع کردی من تمومش میکنم دیگه، همونی که هست. الان این اتفاق هم داره میبینیم. مثلا حماس حمله میکنه 1500 نفر میکشه، تا به این لحظه مثلا اسرائیل 10,000 نفر رو کشته. یعنی فیلم واقعا اگه شما این فیلم بذارید کنار اتفاقاتی که داره میبینید، میبینید که 80 ساله این بشریت مثلا مدرنی که تحت سازمان ملل و قوانین بین‌المللی و انسانیت و اینا داره میشه، در نوع همه چرت و پرته. در رو همون پاشنه نه فقط 80 سال پیش بلکه 800 سال پیش میگرده که کسی که قدرت داره تعیین میکنه که چی خوبه چی بده. و برمیگردیم به اون سخن بزرگ که تاریخ رو فاتحان مینویسن و این فیلم قشنگ میاد همه اینا رو به شما نشون میده و این در واقع یک تلنگر اخلاقی میزنه به بیننده که داداش فکر نکن که خیلی آدمی اینجا، مثلا فکر نکن تو خیلی بهتر از اون اوپنهایمری و آمریکای امروز یا جهان امروز یا غرب امروز یا مثلا ابرقدرت‌های امروز خیلی فرق دارن با اون زمان. نه، به اصطلاح این همونه، خر همون خره، فقط پالانش عوض شده. و از این منظرم واقعا باید گفت که فیلم واقعا خوب عمل کرده. وقتی شما اگه بخواید یه مقدار تحلیل بکنید و آنچه که فیلم نگاره کنار اتفاقات امروز قرار بذارید، میبینید که بعد اخلاقی و بحران اخلاقی هم خوب تو فیلم در اومده. منم به خاطر همه این موارد به فیلم 7.5 میدم. 7.5 فکر میکنم بدم. مثل مسعود و امتیاز ما نزدیک به هم بود. جالبه و فیلم فوق‌العاده‌ای نیست، فیلم بدی هم نیست، یه چیزیه که میگم این نکات خوبو داره و اون نکات بد. این بود از اوپنهایمر. مسعود جان دیگه راجع به اوپنهایمر صحبت نری؟ نه حرفی نیست، فقط اون رئیس جمهوری هم که گفتی اسمش هنری ترومن. آقای ترومن ببخشید آقای روزولت، من اشتباه کردم، خدا تو رو بیامرزه، تو بیگناه بودی. اون آقای ترومن، تقصیر اون آقای ترومن بوده. این بود نقد اوپنهایمر. بریم سراغ فیلم بلاکباستر دیگه ای که امسال اومد، میشن امپاسیبل 7 Dead Reckoning، که اون بدبخت هم به خاطر کلکلای نولان و آیمکس و اینا بدبخت شکست تجاری شد. ولی فیلم خوبی بود، قرار نقدش کنید چون قبل این که من برم مسافرت کیفیت خوبی این اومده بود، ولی خب دیگه چون من مسافرت بودم نشد نقدش کنم. ولی از اونجایی که ما به تام کروز و کلا خدمت ایشون به سینما احترام داریم، گفتیم عیبی نداره با تأخیر فیلم رو نقد میکنیم. خیلی خلاصه بگم داستان فیلم میشن امپاسیبل 7 اینه که دوباره جناب آقای ایتن هانت قراره بیاد یه مأموریت غیر ممکنی رو انجام بده و این دفعه طرف حسابش یه دونه
هوش مصنوعی که بهش میگن روگ AI، یعنی مثلا هوش مصنوعی بوده که از دستورات سرپیچی میکنه و میخواد قدرت جهان رو در دست بگیره و اینجا دشمن اصلی ما هوش مصنوعی هستش و چندین گروه و دولت‌های مختلف میخوان این هوش مصنوعی رو برای خودشون داشته باشن. حالا بعضیا میخوان از بین ببرن، بعضیا میخوان استفاده کنن. کلا فیلم در مورد همین تنش و درگیری بین اینا. از اونجایی که فیلم بلاکباستر، توقع داستان آنچنان پیچیده و اینا رو نباید داشته باشه قطعا، ولی به اندازه خودش به نظر من میشن امپاسیبل داستان جذاب هست که شما رو تا آخر فیلم نگه داره. ولی مشکلاتی که من با فیلم داشتم یه سری چیز دیگه است. اولین این که اون سکانس آغازینه که توی صحرا است فاجعه است و معنای واقعی فاجعه، اصلا هیچ جذابیت خاصی نداره اون سکانس، تا این که بعدش مثلا این سکانس اکشن میبینیم. یعنی همین اول راه فیلم تو ذوق میزنه ولی بعدش. و از اون که بگذاریم که ایراد دیگه‌ای که بگیرم اینه که احساس میکنم برای میشن امپاسیبل دارن ایده‌هاشون ته میکشه، چون فکر کنم الان 4-5 تا فیلم هست همشون یا چهره عوض میکنن یا همینجوری مثلا پیک پاکت میرن از جیب یارو یه چیزی رو برمیدارن. یعنی کم کم احساس میکنن ایده های جدیدشون داره ته میکشه. ولی از اون طرف سکانس های اکشن و استانت هایی که انجام دادن فوق العاده است. چه اون سکانس موتور سواری تام کروز که اصلا توی سطح دیگه از جناب اصلا پرواز میکنه تو اون سکانس، چه سکانس های مبارزه که توی ونیس بود، ماشین سواری و فرار و مبارزه بینا خیلی خوب بودن و در کل اثر سرگرم کننده بود. و آخرین چیزی که من کلا مشکلم با هالیوود اینه که آقا چرا اینقدر شما هوش مصنوعی بد میگی؟ یعنی نشد یه فیلمی بیاد بگه آقا مثلا هوش مصنوعی اینجا مثلا خدمت کرده، همه اینه که آقا هوش مصنوعی اینه که این قراره مثلا سرپیچی بکنن دهن همه رو سرویس بکنن. یعنی واقعا چرا یه فیلمی نمیاد مثلا بگه آقا هوش مصنوعی میتونه توی مثلا یه مبارزه یه جنگ توی بخش کمک بکنه، چون داره میبینه که توی خیلی از بخشا داره کمک میکنه هوش مصنوعی. ولی فیلم های بلاکباستری هالیوودی همینجوری دارن که میکنن که مثلا هوش مصنوعی اینقدر بده. بعد تازه مثلا جو بایدن اومده گفته که چیه، بعد این که من فیلم رو دیدم و چیز متوجه خطرات هوش مصنوعی شدم. دم شما گرم واقعا، چقدر شما با تکنولوژی زمانت مثلا همگام هستی که میدونی مثلا چی خطرناک. به نظر تو فیلم چطوری بود علی؟ همین ابرقدرت کشور اول جهان در حوزه علوم کامپیوتری و سخت افزار با فیلم مأموریت غیر ممکن به خطرات هوش مصنوعی پی برده. این خودش جوکه، این مثل جوک میمونه. یعنی واقعا یه سری جوکای کوتاه‌تر از این هم داریم که اگه بگیم ممکنه برنامه کنسل بشه، ولی جوک قرنن اونا. ولی این هم خودش جوک خوبی برای این چند هفته اخیر بود که منم اتفاقا خبرش شنیدم. البته از جو بایدن توقعی هم نمیشه، بنده خدا اون پی اون قرص قلب و چربیشو بخوره دیگه یادش نره اونا رو بخوره. بنده خدا در نمیدونه وارد صحنه میشه، من نمیدونه از خودم باید خارج بشه وضعیتی. بازم میگه نشست فیلم رو دید و فهمید، این خودش جای شک داره. من تشکر میکنم از کسی که نشست بهش توضیح داد. ولی برسیم به فیلم مأموریت غیر ممکن 7. این فیلمو من دوست داشتم، فیلم اکشن خوبی بود. شاید اگر امسال ما جان ویک رو نداشتیم میگفتیم این بهترین فیلم اکشن سال بود، ولی خب دیگه جان ویک وقتی میاد اصلا توی یه سطح دیگه ایه. اما این از جان ویک حداقل داستان بهتری داشت. میدونی داستان جان ویک دیگه داستان مثل داستان و جان ویک مثلا اینکه بری دوم بازی بکنی و دنبال داستان بگردی. هرچند که دوم‌های جدید داستان خوبی داشته ولی اصولا کسی دنبالش نمیگرده. جان ویک هم همینطوریه. ولی خب میشن ایمپاسیبل داستانش به مراتب بهتر بود، ولی همونطور که مسعود گفت واقعا ایده ها داره به ته میکشه
و خب تمرکز فیلم بر جلوه‌های ویژه میدانی و هیاهویی که تو اینا به خاطر این مسئله به پا کردن، واقعا به نظر من بیشتر هیاهو بود. واقعا نمیشه گفت شما یه فیلمی نگاه میکنی مثل مد مکس فیوری رود، واقعا میگی به به چه بدلکاری هایی، چه مثلا تکرار نشدنیه. یعنی فیلم فکر کنم 7 سال پیش اومده، من هنوز فیلمی ندیدم که به اصطلاح سکانس های اکشن ماشینی داشته باشه و به خوبی اون باشه. حتی شما فکر کن ما یه فرانچایزی داریم به نام فستن فیوریس که اصلا تمام تمرکزش بر ماشینه، ولی باز اکشنش به اندازه اون کرک و پریزون و متفاوت نیست، دوچار تکرار شده، ولی اکشن اون رو شما هنوز نابه. یعنی امروز بری نگاه بکنی میگه عجب بدلکاری های، عجب جلوه های ویژه میدانی. ولی وقتی شما مأموریت غیر ممکن رو نگاه میکنین حس به دست نمیده. چرا؟ به خاطر اینکه نصف از بدلکاری‌ها تهش به جلوه‌های ویژه ختم میشه. یعنی مثلا همون سکانس موتور سواری که مسعود گفت و تا اگه شما پشت صحنه دیده باشی، همون رمپی که درست کردن دور اطرافش و اینا سی جی آی، یعنی نصف اون سکانس سی جی آی، چون رمپ و اینا چوب گذاشتن درست کردن، ولی تو فیلم اونو با سی جی آی پوشوندن. بعد که تام کروز میپره از اونجا، یه شاتش مثلا لحظه‌ای که میپره واقعیه، ولی بعد که در حال پرش داره بیسیب میزنه و صحبت میکنه و اینا، دوباره اون سی جی آی اینو رو باد نگه داشتن و داره حرف میزنه. متوجهی؟ یعنی این ترکیب سی جی آی با جلوه‌های ویژه میدانی هر 10 ثانیه 15 ثانیه وقتی هی اینا جاشون با هم عوض میشه، دیگه اون یک پارچگی که یه اثری مثل مد مکس فیوری رو داره رو این نداره و این ایجاد مشکل میکنه برای شما نمیتونی بشینی با خیال راحت یه سکانس کامل رو نگاه بکنی بگی این همش جلوه‌های ویژه میدان رو بود و اینطور این نشون میده خودشو. و من درک نمی کنم این تام کروز چرا اینقدر تاکید داره. شاید اگر این تاکید بیجای تام کروز بر جلوه‌های ویژه میدانی نبود، فیلم 350 میلیون هزینه تولیدش نمیشد که بعد با فروش 570 میلیون دلاری تبدیل بشه به شکست تجاری. این بده که شما میاید تاکید میکنی پشت صحنه رو نگاه میکردی اینا فقط 4 تا 5 تا موتور برای همون سکانس پرش، اینا 4 5 تا موتور فقط ترکوندن، هی میپرید. بعد تام کروز میگم نه کارگردان میگه آقا خوب در اومد داداش، خوبه حله بریم شات. من میگم نه من میخوام این خوب در اومد، من اون زاویه‌ای که میخواستم بپرم در نمیاد، یه دور دیگه بپریم باشه بهتر پرید. آقا پریدی کلکو بکن، اون شاتی که تو میپری 10 ثانیه هم بیشتر نیست، کسی به کتفش هم نیستش که تو خوب میپری یا وقت پریدن چطوری هستی. واقعا کوتاه بیا، تو 50 تا موتور زدی اونجا ترکوندی فقط. آقا نکنین کارو. این میدونی وسواس بیجاییه که به فیلم آسیب زده و وقتی شما فیلمم نگاه میکنی آورده‌ای برای فیلم نداره. یعنی اگه یکی نیاد به شما از قبل مثل من این اطلاعات رو بده، شما نمیگی تمشکم نگاه کن چه حرکتی زد، کوکو چیکار کردی، اینا رو نمیگی، چون شما حس نمی‌کنی، چون از بس مثل اینو تو سینما دیدی 10 تا مثل این بدلکاری و تو سی جی آی و تو مارول و تو فیلم‌های دیگه و تو فستن فیوریس اینا دیدی، این برای تو همچین چیز واوی نیست تو بگی عجب حرکت شگفت انگیزی زد، مگر با این دانش پیش زمینه بری سراغش. به همین دلیله که فیلم تو سکانس های اکشنش مثلا سکانس تعقیب و گریزش توی ایتالیا واقعا باحال بود، مثلا اونم منم دوست داشتم، تو ماشینی که مسعود گفت و اینا جالبه. ولی با این حال مأموریت غیر ممکنه 7 هیچ چیزی ارائه نمیکنه که شما تو 6 تای قبلی ندیده باشی و یک ایده جدید یا یک اکشن خاصی و یک چیز خاصی که به اصطلاح میگم شما به یاد ماندنی باشه از این فیلم. اگر اون تبلیغات و اون همه شوآف و نمایش و این همه حرف و حدیث نبود، شاید همین سکانس پریدن با موتورش هم ما تو 10 تا فیلم دیگه پریدن از چیزهای دیگر هم دیدیم، همچین چیز خاصی نبود. و این از بعد اکشن داستانه. از بعد روایی هم که فیلم همونطور که مسعود گفت آورده خاصی نداره. از بعد بازیگری هم باز همینطور، یعنی اینا دیگه هی این ماسک اونو میزنه، اون ماسک اینو میزنه، این میره اونجا اون میاد اینجا، یعنی هیچ شاید ارتباط بین تام کروز و یکی از کاراکترهای زن داستان یه مقدار
در اومده که این دو نفر به اصطلاح چرا با همدیگه ارتباط صمیمی پیدا میکنن. ولی فراتر از اون واقعا میدونید فیلم مخصوصا به اون دلیلی هم که پایان فیلم بازه، یعنی فیلم مأموریت غیر ممکن این پارت 1 بود، پارت 2 سال دیگه قراره بیاد و شما باید اینو ببینی که پارت 2 رو متوجه بشی. شاید تنها دلیلی که یکی میتونه بگه حتما برید این فیلم رو ببینید برای همینه که اگه سال دیگه اون فیلم اومد و خوب بود شما دیگه اینو دیده باشی که حالیت بشه اونجا بچه مالکیه. ولی فیلم واقعا هیچ چیز خاصی نداره، حرف خاصی برای گفتن نداره. یه فیلم اکشن خوبه که اگر با توقع بالایی نرید سراغش و اگر تبلیغات رو نادیده بگیرید، حرف و حدیثایی که راجبش زده شده رو نادیده بگیرید، میتونید ازش لذت ببرید. ولی اگه میخواید برید که بهترین فیلم اکشن سال رو ببینید یا یک اثر اکشن فوق خوفندریون ببینید، راه رو دارید اشتباه میرید. بعد میرید جان ویک رو ببینید. این متاسفانه این فیلم واقعا در اون حد و اندازه‌ای که تبلیغ شده نبوده و فیلم به یاد ماندنی هم نیست. منم بخوام بهش نمره بدم به خاطر اینکه یه پکیج معمولی از همه چیزا بود و در مثلا بعضی موارد خوب بود و در بعضی موارد معمولی بود. من بهش نمره 7 میدم از 10. من آخرین ایرادی که به فیلم بگیرم اینه که نتونسته بود خیلی خوب از لوکیشن هایی که داره استفاده بکنه. نمونهش بیاید مثلا جان ویک 4 رو ببینید، توی 3 شهر مختلفه و شما واقعا وقتی از یه شهر میرید به یه شهر دیگه، از یک لوکیشن میرید به لوکیشن دیگه، تفاوت لوکیشن ها رو احساس میکنید. این که مثلا توی ژاپن بود، توی مثلا همین ایتالیا بود، توی فرانسه بود، واقعا اومده بودن استفاده کرده بودن از مثلا لوکیشن های مخصوصش و این رو به نظرم میشن امپاسیبل انجام نداده بود و جدای اون نتونسته بود زیبایی بصری داشته باشه. اکشن ها خوب بودن، مثلا فیلم برداری خوب بود، ولی زیبایی نبود که مثلا همینجوری تلویزیون، صفحه مانیتور، سینما، هر جایی که فیلم رو دیده باشه خیره بشه بگه عجب نمایی گرفته. برخلاف مثلا همون فیلم جان ویک که حداقل تو سکانس هایی که مثلا دارن همدیگر رو ملاقات میکنن، صحبت میکنن، یه عظمتی هست. اونجا که مثلا توی پاریس میان همدیگر ملاقات کنن تا تاریخ دوئل رو مشخص کنن، قشنگ نشستن فکر کردن از چه زاویه مثلا دوربین بیاد، چجوری باشه، این دو طرف کجا بشینن. ولی اینجور شات های حساب شده توی مثلا میشن امپاسیبل نداره و به نظر میاد که چیزایی که به تجربه میشن امپاسیبل ضربه زدین کیفیت خیلی خوب جان ویک و فیلم برداریش بوده که وقتی شما اون فیلم رو دیده باشی احتمالاً در یک سطح انتظارتون بالا میره و میخواد یک چیزی در حد اندازه اون ببینید که میشن امپاسیبل نمیتونه رو تحویل بده و برای همین اگر سراغ فیلم رفتید و تا حالا ندیدید و از این به بعد میخواد برید، توقع فیلم جذابی در حد جان ویک نداشته باشید. صرفا یک اثر سرگرم کننده خوبیه و به نظرم میتونست فیلمی خود کوتاه‌تر هم باشه، مخصوصا اینکه 2 تا پارت قراره باشه. من نمیدونم چرا انقدر، فکر کنم 2 ساعت و 40 دقیقه بود فیلم و درک نمیکنه وقتی قراره پارت 1 باشه پارت 2 هم داره. واقعا انگار امسال مسابقه گذاشتن کارگردانا، هر کی درازتر بود فیلمش. مثلا این اومده 2 ساعت 45 دقیقه درست کرده، بعد نولان اومده 3 ساعت درست کرده، مارتین اسکورسیزی هم برای اینکه نشون بده که دود از کنده بلند میشه مالکی اصلا درازتره اومده 3 ساعت و 30 دقیقه درست کرده، گفته فوش گذاشتم هر کی بلندتر درست. انگار که مسابقه درازترین فیلم بعد یه جایزه در سال 2023 بعد تو جوایز سینما یه جایزه بدن درازترین فیلم، طولانی ترین فیلم، یه جایزه بدن بهشون اینا خیالشون راحت بشه. این چه خبرته؟ واقعا فیلم خسته کننده بود. فیلم واقعا اینطور که مسعود میگه طولانی بود. طولانیه فیلم مأموریت غیر ممکن، آره، و بی خودم طولانیه. حالا من این فیلمو خوشبختانه اینو رفتم سینما دیدم و تو سینمای 4DX دیدم، از این 4 بعدی که صندلی تکون میخوره، باد میزنه، آب میپاشه. با این حال یه جایی از فیلم تو خسته میشدی. یعنی یک جا من دست به گوشی بردم نگاه کردم
فکر کن دیگه تو رو صندلی نشستی که داری تکون میخوری و اینجوری میشی، بعد یه جایی میگی که خب خسته شدیم دیگه، ساعت چنده دیگه، چه برسه که مثلا بشینی اینو تو خونه ببینی یا تو سینماهای معمولی ببینی. این دیگه واقعا دیگه ببین خیلی طولانیه واقعا. این فیلم تو 2 ساعت راحت در میومد، 40 دقیقش واقعا اضافیه. این مثلا اوپنهایمر هم همین داستان مثلا. آقا اگه این فیلمو کریستوفر نولان مثل آدم روایت میکرد میتونست 1 ساعت فیلمو ببره تو 2 ساعت یه فیلم عادی و یک درام تاریخی عادی رو به شما نشون بده که شما مغزتون تصم نقاله و تصم تایم پاره نکنه، تصم تایم آبروغن قاطی نکنی. ولی خب اینا نمیدونم دیگه، اینا کرونا زده بودن میدونی. بذار من بهت بگم کرونا اومده بود، اینا بعد کرونا تازه درا رو وا کرده بودن، اینا میتونن بیان ملت فیلم بزنن من میخوام بهترین فیلم پسا کرونایی تاریخ عرضه بکنم دیگه. اینا وحشی بودن میدونی، بعد خودم عقده‌های 2 سالشونو خالی بکنن تو این 2 سال هیچ فیلم درست نکرده بودن، اومدن دیگه هر کدوم برای خودشون بقول خودشون هر چی داشتن رو کردن دیگه، اسیر کردن ما رو. و در کل اگه مثلا دنبال فیلم هستید که بشینید 4 تا تخمه بشکنید یه پاپ کورن بخورید خوبه. جدای اون و این که اون نکته هم هست که اگه مثلا سال بعد فیلم بعدی پارت دومش اثر خیلی خوبی باشه برای اونم باید اینو ببینید. جدای اون فرض کنید مثلا همون مأموریت غیر ممکن قبلی رو دیدید فقط پلاتش یه خورده عوض شده، اون سکانس پایانی و هر دوتا توی صخره و کوه باز دوباره توی همون بخش هم اینا مثلا ایده جدیدی نداشتن، با داره کوه و صخره و اینه که تام کروز از این جای میپره پایین. اونم همونه. و در کل نمره بدم من به فیلم 6.5 میدم. خیلی خوب. خیلی جالبه که حرفی نیست بریم سراغ. ما به این 2 فیلم نمرات بسیار نزدیکی دادیم و تو خیلی عجیبه و هر دوتامون هم نظرات مشابهی داشتیم. و هفته قبلم ما به فیلم ژان دوبری، هفته قبل که برنامه قبلم به فیلم ژان دوبری هم همین اتفاق افتاد. اما دوستان هفته بعد همه این رفاقت ها اینا همه چرت و پرت بود. همه چیز اینجا ما آتیش میزنیم با یک شمشیر آخته، تیکه پاره قرار بکنیم هم دیگر اینجا، به خاطر اینکه هفته بعد راجع به آلن ویک قرار صحبت بکنیم. و خب اوه نگاه کن اصلا مسعود داری میبینی دیگه. خلاصه که من در راستای آزادی بیان شده که هم مبارزه میکنیم ما و هفته دیگه فکر کنم ما هیچیمون به هم نیاد و همش دعوا باشه. حالا شما آماده باشید برای هفته بعد، نگاه نکنید که همیشه اینجوری گل و بلبل نیست برنامه، فکر بکنید که همیشه اینجوری، نه ما برنامه‌مون هیجانیه مثل جان ویکه، ما برنامه‌مون مثل مأموریت غیر ممکن نیست، یه جایی هم دیگه پارپوره هم میکنیم. بریم برای بخش سوم. مسعود جان هفته بعد این که احتمال این که آخرین اپیزود هم باشه هست، این در این حد دعوا قراره داغ باشه. اگه حرفی نیست آقا بریم سراغ بخش آخر که همون بحث هفته است و صحبتی داشته باشین در مورد قضیه CGI و کلا رای میدانی و اینا که کلا چه تفاوتی دارن، کدومش به نظر ما بهتره و در کل صحبتی داشته باشیم. من خودم شروع میکنم. اول به توضیح بدم که آقا مثلا جلوه میدانی و CGI چه فرقی داره. جلوه میدانی اونه که اکثرا مثلا خود میان یک گروهی میان مثلا ست دیزاین طراحی میکنن، بازیگر حالا یا خود بازیگر یا بدلکار میاد اون سکانس اکشن رو خودشون از نزدیک انجام میدن، کلی خطر داره و اینا. CGI یا کامپیوتر جنریتد ایمیجز اینه که آقا اکثریت یا تمام اون سکانس رو با کامپیوتر طراحی میکنن و توی چند سال اخیر کلا یک درگیری بوده که آقا جلوه‌های ویژه کامپیوتری خوبه یا مثلا جلوه‌های میدانی خوبه. بعضیا مثل کریستوفر نولان و تام کروز اینا میگفتن آقا میدانی به خاطر مثلا اصالت و نمیدونن کیفیت بصری و اینا خوبتره. بقیه استودیوها میگفتن برای هزینه کمتر و امنیتشون CGI بهتره. و به نظر من میخوام نظرم بگم بزرگترین مشکلی که CGI داره قضیه نورپردازی. یعنی این چیزی که اکثر کارگردانا که نمیرن سراغش نورپردازی. نمونهش دنی ویلنووه. ولی اینا نیومدن مثلا یه حرکتی بزنن که آقا
توی فیلم دون یه سری مثلا سفینه ها و اینا هست که واقعا نمیشه اونا رو تو دنیای واقعی طراحی که باید سی جی آی باشه. حرکتی که اینا زدن برمیگرده به سال 2019 که این هم یک خدمتی بود که ویدیو گیم به صنعت سینما کرده. اینه که سر ساخت مندلورین اومدن یک تکنولوژی جدیدی از سی جی آی طراحی کردن. اونم اینه که پنل های LED اولد خیلی بزرگی میسازن که اون میره مثلا پس زمینه شخصیت میشه، کاراکتر بازیگر اینا میان جلوی اون پنل LED یا اولد هر چی که هست، میاد اونجا اون سکانس اکشن یا مثلا سکانسی که توی صحرا هست توی فضا هست بازی میکنه و دوربین جوری قرار میگیره که اون مثلا سکانس اون پس زمینه CGI با اون LED یکی میشه و از اون طرفشون نور هم پخش میشه، از نظر نور پردازی هم به مشکل بر نمیخوره و تمام اون مثلا پس زمینه و اینا رو با آنریل انجین طراحی میکنه چون قوی ترین انجینی برای طراحی محیط و اینا. که برای همینه که شما وقتی مندلورین رو میبینید خیلی سخته براتون که متوجه بشید کدوم سکانس ها رو واقعا مثلا توی فضای باز اینا فیلم برداری کردن کدومش CGI. و این چیزی بود که توی دون هم دنی ویلینوو ازش استفاده کرده بود این تکنیک و فعلا امترین بهترین سیستم همینه، ولی چون خیلی جا هنوز جا نیفتاده یه خورده هزینه‌اش بالاست. از اون طرف اگه بخوام فقط CGI و میدانی رو کنار هم بذارید، من شخصا اگر خطرش آنچنان زیاد نیست من میگم باید میدانی باشه خیلی بهتره. چون توی چند سال اخیر دیدیم مخصوصا فیلم های مارول که توی این چند ساله کیفیت جلوه‌های بصری کامپیوتریشون فاجعه بوده. یعنی فیلم هایی که سال 2008 2009 می اومد، نمونش دزدان دریای کارایی، دیوی جونز شما ببین کل صورت و ترکیبش سی جی آیه، ولی همچنان شما بری الان فیلم رو ببینی واقعا مثلا پشمات میریزه جزئیاتی که داشتن. خیلی سکانس های دیگه مثلا فیلم دزدان دریای کارایی وقتی از اون کیفیت فاصله گرفته CGI با وجودی که تکنولوژی اینقدر پیشرفت کرده برای اون زیبایی بصری هم شده، چون بالاخره سینما دیگه مهمترین نکتهش اینه که زیبایی بصری داشته باشه. وقتی اون زیبایی بصری رو نداره دیگه مجبوری بیای مثلا میدانی کار بکنی و اون باز دوباره برمیگرده به قضیه دیگه که مثلا باید مارول و کمپانی ها مثلا وقت نمیدن که درست بکنن، اون قضیهش مفصله. ولی در حال حاضر اگر اون تکنولوژی که مثلا مندلورین و دون استفاده کردن رو بذاریم کنار و فقط CGI و میدانی رو بگیریم، اگر خطرش کمتره باید مثلا از سعی بکنه از جلوه‌های ویژه میدانی استفاده بکنن. در غیر اون باید CGI خیلی خوبی باشه، چون تو این نمونهش مثلا فلش CGI فاجعه بود، دو فیلم قبلی مارول فاجعه بود، سریالاش فاجعه بود. در کل مارول که سلطانه، مثلا فیلم هایی که CGI استفاده میکنه 80% فیلماش CGI فاجعه بود و یکی از اون بدترینا بلک ویدو بود. اینجوری بود که مثلا قشنگ میتونستی تشخیص بده بدون این که مثلا تو پاز بکنی یا مثلا سکانس آهسته بشه، مثلا همینجوری روون داره مثلا سکانس اکشن جانه قشنگ میتونی ببینی خب این مثلا اینجا CGI اونجا CGI اینجا CGI. وقتی اینا رو میبینی مجبوری که مثلا میگی خب حداقل اونا باز مثلا تام کروز میاد جلوه ویژه میدانی میده، حداقل تهش اینه که وقتی میبینید اون هیجان لازم رو بهت میده. قبلا اینجوری بود گفتیم ببین مثلا کامپیوتر استفاده کردن چه سکانس های خفنی میزنن، الان برعکس شده سی جی آی این که حال نمیده. نظر تو چیه علی؟ یه سوالی که مطرح میشه اینه که اصالت در فیلم سازی در کدام است و این اصالت برتریش چیه؟ من به نظرم اینا چرت و پرت. اصالت در فیلم سازی، نمیدونم، این که کریستوفر نولان میگه من آی مکس استفاده میکنم که بزرگترین ابعاد تصویر و چیز فلان و بساره، بعد شما حالا بری همین فیلم اوپنهایمر رو مثلا نگاه بکنی،
بشینی توی یه تلویزیون معمولی هم نگاه بکنی چیز خاصی نیست، به خاطر اینکه شما برای اینکه احساس و عواطف انسانی رو نشون بدی نیازی نیست میکروسکوپ بگیری جلو دماغ بازیگر تا اون جوش روی دماغش هم زوم بکنی ببینی که، وگرنه ما الان فیلمی هست مثلا فیلم 12 مرد خشمگین، ما فیلمو گفتیم برای 70-80 سال پیش، اون فیلمو شما امروز هم نگاه بکنی که سیاه‌سفید هم هست 1/10 کیفیت فیلم‌های امروز هم شاید از نظر کیفیت نمیگم فنی ها، از نظر کیفیت تصویر مثلا اون سیاه‌سفید فیلم‌ها رنگی نداره، ولی باز هم کار خودش رو انجام میده، احساسات و عواطف و همه چی رو میرسونه به تو، به خاطر اینکه همه شاید 1% از موفقیت در انتقال اون حس در فیلم برداری قطعا یا مثلا در کیفیت تصویره، ولی بخش عمدهش در بازیگری و کارگردانیه. شما با یک دوربین متعارف و معمولی هم به همون نتیجه میرسی که با اون دوربینای آی مکس میرسی. آره یه جاهایی آی مکس تاثیر داره، وقتی تو مثلا میخوای یه فیلم مثل دون درست بکنی، شات‌های بزرگ از صحرا و به اصطلاح میگن یه فیلم اپیک درست بکنی، یعنی مثلا سیاهی لشکر بزرگ 2 لشکر با هم در جنگ و فلان، آره اونجا تاثیر داره، ولی توی یه فیلمی مثلا مثل اوپنهایمر که یک داستان درام تاریخی زندگی نامه هست و همچین جنگ و ابعاد عظیمی و مثلا فیلم برداری های به اصطلاح واید و لانگ شات و اینا نداری که از دور بخواد یک بخشی بگیر، نیازی نیست حالا مثلا آی مکس باشه. اینم دقیقاً داستان فیلم برداری و نمیدونم همین جلوه‌های ویژه هم همینه. من هیچ اصالتی در جلوه‌های ویژه نمیبینم، یعنی برای من نتیجه نهایی مهمه، میگه تو بدم بمیر رو بدم. اون ضرب مثل بود، طرف شاگردی بود یا آهنگری بود، آهنگره گفت آقا این آتیشو باد بزن که بگیره، شاگرده یه ذره باد زد خسته شد، گفت اوستا میتونم بشینم باد بزنم؟ گفت بشین باد بزن. گفت خب باید یه ذره دیگه خسته، گفت اوستا میتونم دراز بکشم باد بزنم؟ گفت تو بمیر فقط باد بزن، هر جوری که میخوای بزنی بزن. حالا حکایت فیلم هم همینه، شما اثرت باید اون حسی که میخوای رو فیلمنامه میخواد رو به مخاطب برسونه. تو حالا هر جوری میرسونی برسون، میتونی با سی جی آی برسونی برسون، میتونی جلوه ویژه میدانی برسونی برسون. قطعاً جلوه ویژه میدانی به مراتب تاثیرگذارتره، چون یه چیزی هست بهش میگن آنکنی ولی در عرصه گرافیک، یه جوری میشه بهش گفت دره تخیلی، اینجوری بگیم. دیدیش این عبارت از کارتون های قدیمی تام و جری و کایوت و لونیتونز الهام گرفته که توش این کاراکتره دیدی حواسش نبود، داشت میدوید و میرفت روی از لب دره رد میشد، جاده تموم میشد، این رو هوا همچنان دویده بود، یهو به خودش میاد زیر پاشو نگاه میکنه میبینه وای من رو درم پشت میفته پایین. به اون میگن آنکنی ولی، و اون اصطلاحیه که در حوزه گرافیک استفاده میشه برای اینکه میگن وقتی شما یک تصویری درست میکنی از یک موقعیتی که انسان‌ها تجربه کردن، مثل چهره یه آدم، ما همه در زندگیمون میلیون‌ها چهره دیدیم، میلیون‌ها بار چهره آدم‌ها رو دیدیم و در ناخودآگاه مغزمون یک تصوری از چهره وجود داره. حالا وقتی یک کسی میاد یه چهره رو با کامپیوتر درست میکنه که مثلا ابعاد دهن و دماغ و چشم با همدیگه نمیخونه و با ابعاد انسانی نمیخونه، بلافاصله مغز تو میگه اون چیه؟ این شکلیه، وی وی وی، این الکیه، این که واقعی نیست. سریع زیر پاتو نگاه میکنی، زیر پات چی نیست و میخوری زمین و شوک زده میشی و اون فیلم حس مصنوعی بودن رو به شما القا میکنه. مخصوصا برای چه آدمو مثال زدن، چون این عموما آنکنی ولی خیلی در طراحی چهره آدم ها مطرح میشه، چون ما آدم ها به صورت روانی از نظر روانشناسی رو چهره خودمون حساس‌تریم. حالا شما یه الاغ اگه یه ذره غیر طبیعی طراحی بکنی اونقدر تو ذوق ما نمیخوره، چون ما الاغ نیستیم. عرض به خدمت شما که داستان اینم همین جوریه.
بله اون آنکنی ولی اون غیر طبیعی بودن و تو ذوق خوردن برای سی جی آی در خیلی از موارد احساس میشه، ولی در خیلی از موارد هم احساس نمیشه. یعنی شما یه فیلمی داری مثل Planet of the Apes، 3 قسمت این فیلم اومده، هر قسمتش از قسمت قبل بهتر. چه بسا یکی از فیلم‌هایی که از خیلی از فیلم‌هایی هم که 100% بدون جلوه ویژه ساخته شدن تونسته عواطف انسانی رو بهتر به تصویر بکشه. میمیک صورت شامپانزه رو میبینی، خدا شاهده از میمیک صورت بازیگر اسپایدرمن یادم نمیاد اسمش چیه، بازیگر اسپایدرمن تام هالند، خدا شاهد اون شامپانزه فیلم پلنت آف دی اید از تام هالند میمیک بهتری داره، بازیگر بهتریه. با اینکه با سی جی آی درست کردن، اون شامپانزه سی جی آی این آدمه. ولی شما یه فیلم تام هالند نرید که تام هالند مثلا چه میمیکی دمش گرم. خب پس به میمیک نیست، به اصطلاح ببخشید به اینکه این سی جی آی بده نیست. فیلم سیاره میمونها رو من خیلی جا دیدم، واقعا بغضم گرفت به خاطر اتفاقایی که بر اونها میافتاد و اون ارتباط عاطفی که اینا با هم دارن، همش هم سی جی آی. پس بستگی داره شما بخواید چقدر هزینه بکنی و چقدر کیفیت برای خودت قائل باشی. مخصوصا در مورد فیلم هایی که همونطورم که تو نقد ماموریت غیر ممکن گفتم، کارهایی که مثلا نولان و تام کروز میکنن، بیشتر به نظر من همونطور که مسعود گفت فخر فروشیه. ببین ما کاری کردیم هیچکی تا حالا نکرده، هیچکی تا حالا روی قطار در حرکت فیلم برداری بدلکاری نکنه. من بدلکاریام همه رو خودم انجام میدم، دمت گرم داداش خیلی تو کار درسته، ولی برای من بیننده اهمیتی نداره. من میخوام فیلم خوب ببینم. من اینجا مثلا مسابقات قوی ترین مردان جهان نیومدم که اومدم سینما ببینم. من مستر المپیا نیست که تو بگی من خودم 550 کیلو وزنه میزنم برای فیلمم خودمو باد میکنم. واقعا اینا به نظر من یک ارزش دروغینه که به فیلم ها تزریق میشه. اینکه بیایم بگیم یک فیلمی چون جلوه های ویژه میدانی نداره مثل اوپنهایمر و ماموریت غیر ممکن، پس بالقوه و بالفطره ارزشش از سیاره میمون ها بالاتره و داره به سینما خدمت میکنه و ارزشش از فیلمی مثل دون بالاتره. نه اصلا این حرفا نیست. فیلم هایی هستن و همین الان مثالم زدم که سی جی آی هن، خیلی هم ارزشمندتر از فیلم هایی هستن که اینطوری ساخته شدن و سی جی آی نیستن. پس این که بگیم کدوم بهتره یک حرف بیهوده‌ایه. هیچ کدوم بر اون یکی برتری نداره. جایی هستش که همونطور که مسعود گفت اگر میتونی با هزینه معقول بتونی بدون سی جی آی در بیاری اوکی. منم خودم ترجیح هم میگم سی جی آی اگه بدون سی جی آی و جلوه ویژه میدانی در بیاری، اون بحث طبیعی تر بودن و از نظر روانی تاثیرگذارتر بودن رو داری. ولی اگر قراره هزینه این کار اینقدر بالا باشه که شما فیلمت مثل فیلم تام کروز بشه شکست تجاری، در حالی که اگه سی جی آی استفاده میکردی شاید خیلی هزینه‌ش هم پایین‌تر میومد، و اگر شما اول و آخر قراره مثلا این جلوه میدانی تو ترکیب بکنی با سی جی آی، خب پس مثل بچه آدم همون سی جی آی تو بگیر، یکم کیفیت مثلا توقع تو بیار پایین، رو غرورت پا بذار، کیفیت سی جی آی خوب استفاده کن، پول خوب به سی جی آی کار خوب بده، مثل سیاره میمون ها بده دست حرفه‌ایش برای تو سی جی آی خوب در بیاره. نه خودتو به خطر بنداز، نه تیم سازنده رو به خطر بنداز، نه هزینه الکی بده، نه وقت ملت رو بگیر. به نظر من باید این مسابقه برای اینکه کی سی جی آش از همه کمتره من اینو بذاریم کنار، این مسابقه مسخره رو بذاریم کنار و تمرکز کنیم روی کیفیت کار. لزوما سی جی آی نداشتن مثل ماموریت غیر ممکن، تاکید میکنم فیلم این همه گفت سی جی آی ندارم، شکست تجاری شد. چرا؟ به خاطر اینکه طرف بدون فکر اومد فیلمشو اکران کرد، با نهایت غرور فکر کرد که من فیلمم خوبه دیگه، ملت که نمیرن باربیو ببینن، میرن فیلم منو میبینن. نگو زارت، ملت میرن یه فیلم مثل باربی که خب همش هم خیلی بخش زیادی سی جی آی و چرت و پرت، اصلا یه فیلم چرت و پرتی بود، از این فیلم موفق تر عمل کرده. ما توی یه اپیزودی هم راجع به این صحبت کردیم که این نتیجه بد داره برای ساخت قسمت‌های بعدی همین فیلم. دیگه استودیو پولش از سر راه در نیاد. دیگه مارول هم باشی، دیزنی هم باشی با
قد یه کپ پول، میبینی بعد از چند تا شکست تجاری دیگه اینا دوگوله رو کال گرفتن و میگن آقا دیگه ما در اون پاشه نمیگرده، ما بهتره تجدید نظر کنیم. فیلماشون رو همه رو تأخیر زدن دیگه. استودیو یونیورسال و استودیو پارامونت و اینا که در حدی نیستن که بخوام با دیزنی رقابت کنن. من فقط به شما بگم که در اگه پرفروشترین فیلم‌های دهه 2010 رو بخواید نگاه بکنید، از 10 تا فیلم اول 7 تاش مال دیزنیه. 7 تا فیلم پرفروش از 10 تا مال دیزنیه. شما حساب بکن، یعنی 70% مارکت تاپ هالیوود در اون دهه سال 2010 تا 2020 مال دیزنی بوده. شما حساب کن این شرکت چقدر پول در آورده، یعنی 70% سود تاپا مال این بوده. این شرکت بعد از نزدیک 4-5 سال ضرر دادن ترمز دستی کشیده، گفته آقا ما باید تجدید نظر کنیم. دیگه چه برسه به شرکت‌های کوچیک‌تر. نکنید این کارا، این لجبازی باید کنار گذاشته بشه. کل حرف من پس جمع‌بندی بکنم، جلوه‌های ویژه میدانی طبیعی‌تره، تاثیرگذارتره، ولی لزوماً بهتر نیست. شما یه فیلمی مثل اواتار رو به هیچ وجه نمیتونی با جلوه ویژه میدانی درست بکنی، اصلا اون ممکن نیست، شدنی نیست. بعد رنگ بزنی ملتو، نمیشه، درد نمیاد، بسته به کار داره. یه فیلمی مثل مد مکس فیوری رودم من نمیتونم با سی جی آی تصور بکنم، اونقدر که جلوه‌های ویژه میدانی توش خوب نشسته. پس هیچ کدوم از این دو به ذات خودش ارزش و قربی نداره، بلکه باید نمونه به نمونه بررسی بشه. بعد ببینی آیا در هر فیلم، در هر سناریو، در هر اثر چطور کار کرده خودش رو میذاره. تعصب رو باید بذاریم کنار، اینکه یه فیلمی به وفادار به نمیدونم سنت سینما، از اینجور چرت و پرتا بذارید کنار دوستان. اگه شما خوره سینما هم باشید، اصلا من بی سواد، من هیچ، من همون جانوری که سی جی آیش اگه درست کنه بهمون بر نمیخوره. خب شما که دانشمندی، آقا از قدیم هم سینما اول سیاه‌سفید بود، بعد که رنگیشون نه اولا اصل سینما صامت بود، اصلا صدا هم نداشت. بعد که سینما با صدا اومد یه عده اعتراض میکردن، نه اورجینال اونجوریه. تصور بیننده از بازیگر به هم میخوره وقتی صدا میشنوه، اون خودش تو ذهن خودش صدا. بعد رنگی شد، سینمای کلاسیک شد سیاه‌سفید، سینمای رنگی شد فلان. بعدم حالا داستان سی جی آی اومده شده مثل همون داستان، نه سی جی آی اخه سینمای اورجینال ما فقط باید این. آقا بذارید کنار، اثر خوب تولید بکنید، با استفاده از اثر میتونیم نظر بدیم که سی جی آی لازمه یا نه، وگرنه اینا به ذات خودشون ارزشی ندارن. تا ما منم کاملا با حرفات موافقم. به نظرم تو این بخش دنی ویلینوف توی بخش کارگردانا و راجر دیکنز توی سینماتوگرافرها بهترین تصمیم‌ها رو گرفتن. مثلا توی فیلم بلید رانر 2049 یک بخش بزرگ فیلم رو باید مثلا سی جی آی کار میکردن. عملا توی این مثلا 10 سال گذشته هیچ فیلمی به پای مثلا رنگبندی بلید رانر نمیرسه. اون اومده مثلا با دوربین دیجیتال هم فیلم برداری کرده راجر دیکنز. چیزی که بوده اینه که آقا دنی ویلنوف اومده گفته سکانس هایی که میتونم مثلا با جلوه میدانی بگیرم، هزینه‌اش کمتر، میدانی میگیرم، چیزی که نمیشه رو آقا سی جی آی میکنم، عیبی نداره. نمونه دیگرش همین مثلا فیلم دوم، مثلا سکانس اولی که مثلا خونه این خاندان رو نشون میدن، مثلا اون سکانس های صخره و کنار دریا و اینا رو گفتن یه سفری میریم اینجا راحت میشه فیلم برداری کرد، هزینه هم نداره، پس اینو انجام میدیم. یا مثلا رفته بودن ابوظبی برای اون سکانس هایی که مثلا توی صحرا هست، ولی جایی رو که دیدم واقعا نمیشه مثلا سی جی جلوه میدانی باشه، خب مثلا سی جی استفاده میکنه، میبی نداره. یه نمونه دیگهش مثلا فیلم 1917، خیلی ها نمیدونه این فیلم حتی مثلا سی جی آی داره، ولی مثلا اون سکانسی که اون پسر داره فرار میکنه، اون بمایی که میخوره همشون سی جی آی. فقط مثلا ترکیب از هر دوتا مثلا یه خاکی بلند میشه که مثلا واقعی باشه، ولی اون انفجار رو مثلا دود اضافه و آسش و اینا همشون سی جی آی. دلیلش همین بوده که آقا کارگردان فیلم سم مندز گفته من اینا رو منفجر کنم،
4-5 نفر اینجا کور و شل و شد میشن. واقعا نمیارزه من همچین حرکتی بزنم، در نتیجه همون سی جی آی میزنم. یعنی اینکه واقعا آنچنان ربط خاصی نداره این که مثلا نولان بیای شما بوینگ 747 رو بکوبی به ساختمون، ارزش هنری نداره. وقتی داستانت مشکل داشته باشه، وقتی شخصیت کاراکتری نباشه که بهش ارتباط برقرار کرد، واقعا این اهمیتی نداره. وقتی مثلا این مثال دیگه مثلا فیلم هم نه، انیمیشن انقدر از ما انیمیشن میبینیم واقعی نیست، کلش از بیخوبان با کامپیوتر طراحی میشه. مثلا والی رو میبینی اینا مثلا حتی آدم هم نیستن، اینا مثلا به هم دیگه میرسن، زار زار آدم گریه میکنه. واقعا ربطی به این چیزا نداره. درسته که حالا کیفیت بصری مثلا یکی از یکی شاید بهتر باشه توی سکانس ها، ولی اون کارگردان باید این منطق رو داشته باشه، این سواد رو داشته باشه و این اراده رو هم داشته باشه که بدون آقا کجا من از چی استفاده بکنم همین. نه مثلا نولان باشه که آقا اینطوریه که 100% باید میدانی باشه، یعنی ولش میکردن این بمب اتم منفجر میکرد، من مطمئنم. ولی خوب گفتن کنترل کن خودت، وگرنه منفجر میکرد. نه در اون حد که مثلا بگی فقط اون باشه، نه مثلا این که یه چیز ساده رو مثلا یه آتیش ساده کنار جاده باشه، مثلا مارول بیا همونم سی جی آی بزنی، اینجوری هم نباشه. در حد مثلا همون دنی ویلنوف جایی که میشه مثلا میدانی استفاده کرد، میدانی استفاده بشه، جایی هم که سی جی آی. در نهایت اینه که هدف مثلا محصول نهایی خوب باشه. این که تو از کدوم راه میرسی، با میدانی یا سی جی آی، ما کاری بهش نداریم. مهم اینه که اثر نهایی خوب باشه. یا من دیگه حرفی ندارم. منم صحبتی ندارم و همین داستان بمب درست کردن نولان هم برای همین فیلم حواشی زیادی داشت که گفتن آقا مثلا تو واقعا اومدی اون همه انفجار گنده‌ای رو درست کردی و این همه ضرر زدی به محیط زیست و اون همه دود و اون همه فلان که چی بشه. خب اینو با یه سی جی آی میتونی درست میکردی یا اصلا با جلوه های ویژه. خلاصه دیگه کریستوفر نولان رو با قول تو شانس آوردیم که نگفت حتما بمب اتم درست بکنه. ولی خب همینه. بله منم صحبت دیگه ای ندارم. به پایان این قسمت رسیدیم. این قسمت خیلی همش با هم موافق بودیم. عجیبه واقعا. بزنیم به تخته. امیدوارم که خدا قسمت بعد رو به خیر بکنه. من دیگه صحبتی ندارم. همینجا از شما عزیزان خداحافظی میکنم. فیلم خوب ببینید، بازی خوب بکنید، کتاب خوب بخونید که عمرتون خیلی ارزشمنده و بهتون بر نمیگرده، پس براش ارزش قائل باشید که سر چی صرفش میکنید. خداحافظ تا قسمت بعد. منم دیگه حرفی ندارم. سپاس از تمام شنونده و بیننده های عزیز. آرمین این اپیزود باز دوباره نبود، پس من میگم که لایک و سابسکرایب فراموش نشه. نظری دارید کامنت بذارید توی توییتر، اینستاگرام و کست باکس، یوتیوب. ما میخونیم و خدا نگهدار.